گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی 12 و آخر کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 159. عنوان: نسبت نظریه عدالت جان رالز و تلقین ایمان به کودکان در مدارس. avogaboo.com حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم، سؤالی ذهن ما را درگیر خود می‌کند. آیا آموزش دین، یا بهتر است بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس، یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازه این کار به آموزش و پرورش عادلانه است یا ممنوع کردن آن عادلانه است؟ اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟ اگر فقط یکی از این دو کار عادلانه باشد و همه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشد، چاره ای نداریم جز این که پاسخ را پیدا کنیم، چون در برابر نتایج و عواقب انتخابمان مسئولیم. می‌دانم که جوابهای موافق و مخالف زیادی به این سوال داده می شود و هر کسی یک طرف ماجرا را می‌گیرد و با استدلال‌های خود سعی می‌کند نشان دهد این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است. اجازه دهید برای یافتن پاسخ به این سوال از یک معیار استفاده کنیم. معیاری برای محک زدن عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک عمل یا یک قانون. این معیار را جان رالز در سال 1971 در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت پیشنهاد داد. این نظریه را به شیوه ساده‌ای طرح می‌کنم که فقط کمی در بیان با شیوه جان رالز فرق دارد، ولی اصول او کاملا در آن رعایت شده است. وقتی می‌خواهیم در باب عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون نظر دهیم، گرفتار سوگیری‌های پیدا و پنهان هستیم که محصول منفعت طلبی‌ها و تعصب‌های ماست. مثلا وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قانون ارث حرف بزنیم، نمی‌توانیم به راحتی زن یا مرد بودن خود را کنار بگذاریم. وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قوانین مالیاتی صنف کتاب فروش‌ها صحبت کنیم، کتاب فروش بودن یا نبودن ما در نظری که می‌دهیم و قانونی که عادلانه می‌دانیم تأثیر دارد. نظر افرادی که در خانواده‌های مرفه به دنیا می‌آیند درباره حمایت‌های تحصیلی و درمانی از کسانی که در بدترین شرایط اقتصادی متولد می‌شوند، با نظر آنهایی که در همان بدترین شرایط متولد شده‌اند و شانسی برای تحصیلات و بهره‌مندی از درمان مناسب ندارند، یکی نیست و قانون مورد حمایت هر کدام فرق می‌کند. ظاهراً خیلی وقتها این که در چه موقعیتی به دنیا آمده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم موجب می‌شود قضاوت متفاوتی درباره عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون داشته باشیم. خیلی وقتها قضاوت ما بستگی دارد به اینکه پولدار باشیم یا فقیر، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا بیسواد، برده باشیم یا آزاد، سوار باشیم یا پیاده، شهرنشین باشیم یا روستانشین، کارفرما باشیم یا کارگر، باهوش باشیم یا کمهوش، مسلمان باشیم یا مسیحی، یا هندو یا بودایی یا بیدین. پیشنهاد رالز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم، این است که دست به یک آزمایش فکری بزنیم. در این آزمایش باید موقعیت، جنسیت، وضع مالی و شغل، هوش، استعدادهایی که داریم، دین، تحصیلات و این قبیل را فراموش کنیم. رالز به این وضعیت فرضی که در آن موقعیت و وضعیت فعلی خودمان را فراموش می‌کنیم، نام وضعیت نخستین می‌نهد. البته ما در این وضعیت نخستین
اطلاعات فعلیمان از علوم مختلف از جمله علوم جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و غیره را داریم و کمابیش می توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون مورد نظر در هر وضعیتی غیر از وضعیت فعلی خودمان قرار داشته باشیم حال و روزمان چگونه خواهد شد. مثلا فرض می کنم که هنوز به دنیا نیامدم و معلوم نیست وقتی به دنیا بیایم زن باشم یا مرد. شاید زن به دنیا بیایم و شاید مرد به دنیا بیایم. آیا ترجیح می دهم در کشوری به دنیا بیایم که قانونش حکم می کند ارثی که به مرد می رسد 1/5 ارثی باشد که به زن می رسد؟ یا ترجیح می دهم در کشوری به دنیا بیایم که در آن زن و مرد ارث برابر می برند؟ بقیه قوانین هر دو کشور یکسان است. به من میگویند معلوم نیست زن به دنیا بیایی یا مرد. شاید مرد به دنیا بیایی، شاید هم زن به دنیا بیایی. فقط زودتر انتخاب کن در کدام یک از این دو کشور میخواهی به دنیا بیایی. حال باید کشورم را انتخاب کنم. باید شرایطم را در هر یک از دو کشور سبک سنگین کنم. چه در کالبد یک زن و چه در کالبد یک مرد. کشوری که انتخاب خواهم کرد نشان می‌دهد کدام قانون را عادلانه می‌دانم. همین معیار را می‌توان به سنت‌ها نیز تعمیم داد. مثلا در یک کشور مثل هند مردم خودشان را متعلق به طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند می‌دانند و افراد دیگر طبقات را به طبقه خود راه نمی‌دهند و اجازه پیشرفت به کسی که در کاست‌های پایین‌تر به دنیا آمده است نمی‌دهند. فرض می‌کنیم این سنت در یک کشور دیگر وجود ندارد. دو کشور از بقیه جهات مثل هم هستند. من نمی‌دانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاست متولد شوم. ترجیح می‌دهم در کدام کشور متولد شوم. آنکه سنت کاستی در آن رعایت می‌شود یا آنکه چنین سنتی ندارد. انتخاب من نشان می‌دهد کدام سنت را عادلانه تر یا در اینجا بهتر است بگوییم اخلاقی تر می‌دانم. این روش جان رالز یک نکته کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان بودن همه نفوس می‌کند. گویی همه ما یک شأن و منزلت ذاتی برابر داریم و فقط در بدنهای مختلف و خانواده‌های مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه در زندگی‌هایی با سرنوشت‌های مختلف زاده می‌شویم و بسیاری از درد و رنج‌ها یا موهبت‌ها که نصیبمان می‌گردد از دست خودمان خارج است و محصول انتخاب خودمان نیست. پس لااقل می‌توانیم با اصلاح قوانین و سنت‌ها رنج یکدیگر را کم کنیم. قوانین و سنت‌هایی که حداقل رنج را به وجود آورند عادلانه تر و اخلاقی ترند. در این روش ما خود را به جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی دیگری قرار می‌دهیم و حالا می‌خواهیم به خودمان رنج کمتری وارد می‌شد اگر و تنها اگر در هر یک از این موقعیت‌ها به دنیا می‌آمدیم. در نهایت انتخاب ما به آن دیگران که واقعاً در آن موقعیت‌ها به دنیا آمدند رنج کمتری خواهد رساند و یا از رنج آنها خواهد کاست. یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشته ایم. یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نپسندیده ایم. یعنی روش اخلاقی تر را انتخاب کرده ایم. حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر. من هنوز به دنیا نیامدم. دو کشور با ساختار دولت ملت در پیش روی من هستند. کشور الف و کشور ب. در هر کشور 100 دین و مذهب و فرقه مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت این چنین است که هر خانواده‌ای اعتقادات و باورهای دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین می کند و فرزندانش را به مدارسی می‌فرستد که در آنجا نیز همان دین به عنوان
امری مقدس به کودکان آموزش داده می شود و مواد درسی آن مدارس توسط دستگاه روحانیت آن دین تنظیم و نظارت می گردد و این رویه توسط قانون آن کشور حمایت می شود. در کشور ب سنت این چنین است که هر خانواده اعتقادات دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین نمی کند و مثلا خانواده ها به بچه هایشان که از علت مناسک دینی پدر و مادر میپرسند پاسخ میدهند ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهایی اعتقاد داریم، ولی بسیاری از دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آنها اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند. در کشور ب قانون اجازه نمیدهد هیچ دینی به عنوان امر مقدس به کودکان آموزش داده شود و بچه ها را حد اکثر با تاریخ و مضامین ادیان مختلف آشنا می کنند. ادیان در این کشور آزادند، اما تلقین آنها در کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. من در وضعیت نخستین هستم، یعنی معلوم نیست در کدام کشور، با چه جنسیتی و در کدام خانواده از کدام دین و مذهب و فرقه به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور را برای به دنیا آمدن ترجیح میدهم، کشور الف یا کشور ب. من باید برای این تصمیم گیری از دانشی که در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و از این قبیل دارم استفاده کنم. ممکن است در موقعیت فعلیم یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندو یا یک روحانی شینتو باشم و دین و مذهب خود را به حق و بقیه مردم را گمراه بدانم. اما در وضعیت نخستین و آنجا که خود را به قول جان رالز پشت پرده جهل قرار دادم و فرض کردم هنوز معلوم نیست در چه خانواده‌ای با چه دینی به دنیا بیایم، این را می‌دانم که ممکن است پس از زاده شدن به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و صاحب آن دین و عقیده‌ای که الان فکر می‌کنم به حق است نشوم. چگونه؟ اینجاست که باید از آنچه می‌دانم استفاده کنم و ببینم در هر یک از دو کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوبتر برسم و همین اکنون برآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم و سر از چه موقعیت‌هایی در می‌آورم. چقدرش دست خودم است و چقدرش دست خودم نیست. اگر در کشور الف به دنیا بیایم، احتمال اینکه در خانواده‌ای با همین دین و مذهب و فرقه خاصی که الان به آن تعلق دارم متولد شوم کم است. به احتمال زیاد یا در دین دیگری به دنیا خواهم آمد، یا در دین خودم ولی در مذهبی دیگر، و یا در دین و مذهب خودم اما در فرقه‌ای دیگر متولد خواهم شد که تفاوت‌هایی با دین و مذهب و فرقه فعلی خودم دارند و من اکنون باورهایشان و مرام و مسلک خودشان و روحانیونشان را گمراهی می‌دانم. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقه دیگر را دین غیر خودی بنامیم. پس به احتمال زیاد اگر در کشور الف به دنیا بیایم، در خانواده‌ای با دین غیر خودی متولد خواهم شد. خانواده من در کشور الف طبق سنت مرسوم در این کشور از خردسالی به من خبر می‌دهد که خدای آن دین غیر خودی جهان را خلق کرده و از همه چیز باخبر است و از آنچه در سر من می‌گذرد و از تمام افکار و نیات من نیز آگاه است. من هم مثل بقیه هوموساپینس ها که دارای نظریه ذهن هستند در سن کودکی آمادگی تمام دارم تا وجود این ذهن آگاه از محتوای ذهن خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام افکار من احاطه و دانایی دارد. بخش‌های کهن مغز من همواره حضور آن نگهبان ذهن یا همان خدای معرفی شده توسط خانواده‌ام را مد نظر دارند.
اگر خانواده هم به من خبر داده باشد که خدای آن دین غیر خودی از کسانی که در وجود او و حقانیت دین او شک می کنند عصبانی می گردد و در زندگی این دنیا و دنیای بعدی آنها را عذاب خواهد کرد، بخش‌های کهن مغز من به قشر مغز من اجازه نخواهند داد که به وجود این نگهبان ذهن من و به حرفهای او شک کنند. من از پدر و مادرم خبرهایی در مورد وقوع معجزه توسط افراد مقدس این دین غیر خودی میشنوم و چون باید مثل بقیه هوموساپینس ها زندگی را با اعتماد و پذیرش حرفهای بزرگترهایم آغاز کرده باشم، این خبرها را باور می کنم. از آنجا که مثل دیگر انسانها تحت تأثیر ژست ها و بازیگری های هم نوعانم قرار می گیرم، وقتی خضوع و خشوع پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده ام را هنگام نام بردن از آن افراد مقدس می بینم و از رفتارشان در میابم که به طور کامل به حقیقت داشتن آن داستانهای معجزه اعتقاد دارند، باور به حرفهایشان برایم عمیق‌تر می شود. به هر حال من در آن سن اهل تحقیق در ریشه های آن داستانها نیستم و سرشت مغز من حکم می کند که فقط باور کنم. از اینجا به بعد آن افراد مقدس نیز تحت حمایت و تایید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته اند در می آیند و هر آنچه از زبان آن افراد مقدس به من بگویند بدون چون و چرا می پذیرم. چرا که بخش‌های کهن مغز من صلاح نمی‌دانند در حضور آن نگهبان ذهن حاضر و ناظر به قشر مغز من اجازه شک و تردید و نقد و ارزیابی افراد مقدس آن دین غیر خودی را بدهند. خانواده من مرا به مدرسه‌ای می‌سپارند که همان دین غیر خودی را به من تلقین می‌کند و خبرهایی از همان دست را در مورد افراد مقدس آن دین غیر خودی میگویند و با همان ژست ها و بازیگری های حاکی از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام قلبی بر من تأثیر میگذارند. تقریبا تمام کسانی که میشناسم و به آنها اعتماد دارم در حرف و رفتارشان به من میفهمانند که به آنچه میگویند کاملا باور دارند و این برای من یعنی اجماع افراد قابل اعتماد و مشاهده چنین اجماع و اتفاق نظری این حس را در من ایجاد می کند که واقعیت نمیتواند چیزی جز آنچه آنها میگویند باشد. همه این شبکه‌ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم خودشان به یک دستگاه روحانیت خاص و یا به یکی دو روحانی از دستگاه روحانیت دین غیر خودی باور دارند. روحانیونی که گاه سخنرانی‌هایشان را هم می‌بینم. آن روحانیون با اطمینان تمام در تایید آن دین غیر خودی سخن می‌رانند و می‌بینم که شنوندگانشان هیچ سخنی در مخالفت با آنها نمی‌گویند و آن روحانیون را به تمامی باور دارند و آنها را به عنوان عالم و دانا پذیرفتند. لباس آنها به من میگوید که ایشان به یک مجموعه علمی و متخصص تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور من تایید شده اند و اجازه فعالیت دارند. در ناخودآگاه هم نتیجه میگیرم که پس لابد حکومت نیز با سخنان آنها مخالفتی ندارد. همان حکومتی که مراقب من و خانواده ام است و مراقب است مبادا رستوران‌ها و فروشندگان مواد غذایی مواد خوراکی ناسالم به ما بفروشند. همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضاییش مراقب است مبادا کلاه برداران و دزدان بخواهند اموال ما را از ما بگیرند. همان حکومتی که از مردم می‌خواهد به حرف‌های خرافی رمال‌ها، جادوگران، درمانگران متقلب و اینها گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند. همان حکومتی که مراقب است مبادا قاچاقچی‌های مواد مخدر بخواهند
مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشند، به کودکان و نوجوانانی که ممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند، اما حکومت دلسوز آنهاست و می‌داند این کار آینده آنها را به خطر می‌اندازد. پس با دانش نسبت به عواقب مواد مخدر، مانع از آزادی عمل قاچاقچیان و دسترسی آزاد مشتری‌های مواد مخدر به مواد مخدر می‌شود. همین حکومت دلسوز و مراقب و آینده نگر به دستگاه روحانیت این دین غیر خودی که در آن به دنیا آمده‌ام مجوز داده تا مرا که در سن کودکی هستم راهنمایی کند. برداشت من در کودکی این خواهد بود که لابد این روحانیون مورد تایید این حکومت دانا و دلسوز هم هستند، پس حرف خلاف واقع نمیزنند. ممکن است در سنین نوجوانی با روی خوش یک معلم مذهبی و یا یک روحانی جذب یک گروه از گروه‌های این دین غیر خودی هم بشوم و ترس از طرد شدن از آن گروه مرا هرچه بیشتر به تایید نظرات گروه سوق دهد. من کم کم در جاها و موقعیت‌هایی از عقایدم حرف میزنم و عقایدی که خانواده‌ام در چارچوب دین غیر خودی به من تلقین کرده‌اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح می‌کنم و از اینجا به بعد مثل اکثر هوموساپینس ها دچار پدیده روانی کوری انتخاب و سوگیری هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع دین غیر خودی می‌شوم و هر آنچه را که در تایید آنهاست می‌بینم و هر آنچه را که در رد آنهاست فیلتر می‌کنم و نادیده می‌گیرم. من به واسطه اثر برخورداری یا اثر مالکیت آن دین غیر خودی که در آن زاده شده ام را از بقیه ادیان غیر خودی کشور الف و از همه ادیان دنیا از جمله از دین خودی فعلیم برتر و بهتر و ارزشمندتر و منطقی تر خواهم دید. اگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیه ادیان درست باشد و دین تو ناحق باشد، به واسطه خطای تخمین احتمال اینکه دچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنم و نیازی به تغییر در عقاید و روش زندگیم احساس نخواهم کرد. اگر در طول زندگی چنان که برای درصدی از مردم محتمل است مغزم دست به تصویرسازی هایی بزند و تجربیات خاصی مثل تجربیات عرفانی، تجربه نزدیک به مرگ، تجربه خروج از بدن و از این قبیل برایم خلق کند، آن را تأییدی بر درستی و حقانیت دین غیر خودی خواهم پنداشت و گمان خواهم کرد که نظر کرده خدای آن دین غیر خودی هستم و ایمانم به دین غیر خودی 100 چندان خواهد شد. اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین دین غیر خودی احساس بهبودی در خود کنم، احتمال دارد اثر دارونما را با معجزه اشتباه بگیرم و ایمانم باز هم افزایش یابد. در گرفتاری ها و زمان هایی که دچار استیصال می شوم، مغز من سعی خواهد کرد الگوهایی در پدیده های اطراف بیابد و به من نشان دهد رها شده نیستم. من این الگوها را به حساب شواهدی از احاطه و حکمت خدای دین غیر خودی خواهم گذاشت. من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت آن دین غیر خودی قرار خواهم داد تا هر چه بیشتر تضمین کنند در زندگی بعدی دچار سوء عاقبت نخواهم شد. من در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می کنند هر چه بیشتر از آنها دوری خواهم گزید و هر چه بیشتر در گروه همدینانم جذب خواهم شد و هر چه بیشتر تایید اعتقادم به آن دین غیر خودی را از همگروه‌هایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود. من شاید در کشور الف به راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم و تخصصم استفاده کنم، اما هرگاه دانشی که کسب کرده‌ام با اعتقادات آن دین غیر خودی در تضاد باشد، نمیتوانم باورهای آن دین غیر خودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف هم شوم،
همچنان به اعتقادات آن دین غیر خودی که میرسم مشی فلسفی را کنار گذاشته و به دلیل تراشی برای باورهایم میپردازم. من هر استدلال منطقی و فلسفی دال بر وجود یک آفریدگار یا علت العلل را نیز دلیل عقلی بر وجود خدای دین غیر خودی محسوب خواهم کرد و خواهم گفت حقانیت دینم توسط عقل و فلسفه نیز تایید و حمایت می‌کرد. به عبارتی بسیار بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قائل شوم و همه شواهد و مدارک حسی و عقلی را به نفع دین غیر خودی مصادره خواهم کرد. اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم، به احتمال زیاد به همان دین غیر خودی مؤمن خواهم ماند. من که الان به درستی و حقانیت دین خودیم باور دارم، اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده با یک دین غیر خودی پرورش یابم، چقدر شانس دارم از آن دین غیر خودی بریده شوم و به این دین خودیم بپیوندم و رستگار شوم. یک هوموساپینس چقدر شانس دارد که از دینی که در آن پرورش یافته گسسته شود و به دین دیگری درآید. فیزیولوژی ایمان تا چه حد این راه را برایش باز می‌گذارد؟ ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد؟ خب من هم یک هوموساپینس هستم. در کشور الف عملاً چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا بالاخره روزی دین خودی فعلیم را پیدا کنم و آن را به دین غیر خودی ترجیح دهم. اگر در کشور ب به دنیا بیایم و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد، چقدر شانس دارم در برخورد با دین خودی فعلیم به آن بگروم. من اعتقاد دارم دین خودی فعلیم به طور واضح و آشکار حق است و هر کس که بدون تعصب و جانبداری با حقایق آن آشنا شود به راحتی آن را میپذیرد. با این حساب اگر من در کشور ب به دنیا بیایم، ممکن است هرگاه با دین خودی فعلیم مواجه شوم آن را به راحتی پذیرا گردم، چون هنوز ذهنم آزادی انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا ب؟ یا بهتر است بگوییم با این معیار کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانه می‌یابم؟ سنت و قانون کشور الف یا سنت و قانون کشور ب؟ عنوان: کلام آخر. گمان می‌کنم شایسته است به مقوله فیزیولوژی ایمان افزونتر از آنچه در این کتاب شرح دادم پرداخته شود، چرا که گفتنی در این باب بسیار بیش از چیزی است که عرضه داشتم. آرزویم این بود می‌توانستم این کتاب را به چاپ برسانم تا همین اندک در دسترس علاقه‌مندان بیشتری قرار گیرد. اما خواننده گرامی درک می‌کند نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب‌هایی که با نام نون فخر نوشته‌ام امکان این کار برایم فراهم نیست. اگر کسی این کتاب و یا کتاب‌های دیگر مرا در خور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد، نیازی به اجازه من ندارد و ضمن سپاس و قدردانی بسیار از او بر همت بلند و اراده والایش درود می‌فرستم. نون فخر. دوستان، کتاب فیزیولوژی ایمان همینجا به پایان میرسه. نویسنده در ادامه دیگر کتاب‌های خودشو معرفی کرده. اولیش کتاب برهان علیت، برهانی در رد وجود خدای ادیان توحیدی و روز جزاست. همینطور که از نام چالشی کتاب مشخصه، با اثری مواجه هستیم که میخواد نشون بده برهان علیت که تا حالا تصور میشد برهانی در جهت اثبات خدای ادیان هست، در واقع برهانی برای رد وجود خدای ادیانه و روز جزا رو هم رد میکنه. من این کتاب رو خوندم و هم از این که در قالب یک داستان پرکشش نوشته شده و هم از این جهت که مفاهیم فلسفی رو بسیار ساده و همه فهم کرده و هم بابت طرح مقوله جبر و اختیار که مبحثی جذاب و پرطرف داره، اونو خیلی پسندیدم
و تسلط نویسنده بر مسائل فلسفی برام جالب بود. اونقدر تسلط از خودش در این کتاب نشون داده که حتی در بعضی جاها که به نظرش میرسیده برهانهای قدیمی برای تکمیل برهان علیت ناکارآمد و یا غیر قابل فهمه، خودش برهانهایی رو از زبان قهرمانای داستان طرح میکنه که هم جدید و هم به زبان امروزی اونطور که خودش میگه و به این ترتیب موجب تحکیم برهان علیت میشه و نهایتاً سعی میکنه نشون بده چطور این برهان با فرض درستی میتونه قوی ترین برهان بر ضد ادیان توحیدی و روزه جزا باشه. تصمیم دارم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب دیگه نونفخر کتاب سفر به دل ادیانه که اونو برای کودکان و نوجوانان نوشته. البته کتاب برای تمام سنین سرشار از مطالب خوندنی و شنیدنیه، اما چنان ساده نوشته شده که به درد نوجوانها هم میخوره. این کتابم در قالب یک داستان بسیار جذابه درباره یک پسر 12 ساله ایرانی که همراه پدرش به کشورهای مختلف سفر میکنه و با آدمایی با دینهای مختلف آشنا میشه و حین آشنا شدن با باورهای دینی اونا یک سره با اونا بحث میکنه و این مباحثات خیلی جذابه. این کتاب در مورد آشنایی با ادیانی غیر از اسلامه. امید دارم بتونم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب بعدی نویسنده اسمش هست مغلطه‌های روحانیون که هنوز نخوندمش. خب گرامیان، با آرزوی سلامتی برای شما تا درودی دیگر در آغاز کتابی دیگر بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی 12 و آخر کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 159. عنوان: نسبت نظریه عدالت جان رالز و تلقین ایمان به کودکان در مدارس. avogaboo.com حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم، سؤالی ذهن ما را درگیر خود می کند. آیا آموزش دین، یا بهتر است بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس، یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازه این کار به آموزش و پرورش عادلانه است یا ممنوع کردن آن عادلانه است؟ اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟ اگر فقط یکی از این دو کار عادلانه باشد و همه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشد، چاره ای نداریم جز این که پاسخ را پیدا کنیم، چون در برابر نتایج و عواقب انتخابمان مسئولیم. می‌دانم که جوابهای موافق و مخالف زیادی به این سوال داده می شود و هر کسی یک طرف ماجرا را می‌گیرد و با استدلال‌های خود سعی می‌کند نشان دهد این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است. اجازه دهید برای یافتن پاسخ به این سوال از یک معیار استفاده کنیم. معیاری برای محک زدن عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک عمل یا یک قانون. این معیار را جان رالز در سال 1971 در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت پیشنهاد داد. این نظریه را به شیوه ساده‌ای طرح می‌کنم که فقط کمی در بیان با شیوه جان رالز فرق دارد، ولی اصول او کاملا در آن رعایت شده است. وقتی می‌خواهیم در باب عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون نظر دهیم، گرفتار سوگیری‌های پیدا و پنهان هستیم که محصول منفعت طلبی‌ها و تعصب‌های ماست. مثلا وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قانون ارث حرف بزنیم، نمی‌توانیم به راحتی زن یا مرد بودن خود را کنار بگذاریم. وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قوانین مالیاتی صنف کتاب فروش‌ها صحبت کنیم، کتاب فروش بودن یا نبودن ما در نظری که می‌دهیم
و قانونی که عادلانه می‌دانیم تأثیر دارد. نظر افرادی که در خانواده‌های مرفه به دنیا می‌آیند درباره حمایت‌های تحصیلی و درمانی از کسانی که در بدترین شرایط اقتصادی متولد می‌شوند با نظر آنهایی که در همان بدترین شرایط متولد شده‌اند و شانسی برای تحصیلات و بهره‌مندی از درمان مناسب ندارند یکی نیست و قانون مورد حمایت هر کدام فرق می‌کند. ظاهراً خیلی وقتها این که در چه موقعیتی به دنیا آمده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم موجب می شود قضاوت متفاوتی درباره عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون داشته باشیم. خیلی وقتها قضاوت ما بستگی دارد به اینکه پولدار باشیم یا فقیر، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا بیسواد، برده باشیم یا آزاد، سوار باشیم یا پیاده، شهرنشین باشیم یا روستانشین، کارفرما باشیم یا کارگر، باهوش باشیم یا کمهوش، مسلمان باشیم یا مسیحی، یا هندو یا بودایی یا بیدین. پیشنهاد رالز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم این است که دست به یک آزمایش فکری بزنیم. در این آزمایش باید موقعیت، جنسیت، وضع مالی و شغل، هوش، استعدادهایی که داریم، دین، تحصیلات و این قبیل را فراموش کنیم. رالز به این وضعیت فرضی که در آن موقعیت و وضعیت فعلی خودمان را فراموش می‌کنیم نام وضعیت نخستین می‌نهد. البته ما در این وضعیت نخستین اطلاعات فعلیمان از علوم مختلف از جمله علوم جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و غیره را داریم و کمابیش می‌توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون مورد نظر در هر وضعیتی غیر از وضعیت فعلی خودمان قرار داشته باشیم حال و روزمان چگونه خواهد شد. مثلا فرض می‌کنم که هنوز به دنیا نیامدم و معلوم نیست وقتی به دنیا بیایم زن باشم یا مرد. شاید زن به دنیا بیایم و شاید مرد به دنیا بیایم. آیا ترجیح می‌دهم در کشوری به دنیا بیایم که قانونش حکم می‌کند ارثی که به مرد میرسد 1/5 ارثی باشد که به زن میرسد؟ یا ترجیح میدم در کشوری به دنیا بیایم که در آن زن و مرد ارث برابر میبرند؟ بقیه قوانین هر دو کشور یکسان است. به من میگویند معلوم نیست زن به دنیا بیایی یا مرد. شاید مرد به دنیا بیایی، شاید هم زن به دنیا بیایی. فقط زودتر انتخاب کن در کدام یک از این دو کشور میخواهی به دنیا بیایی. حال باید کشورم را انتخاب کنم. باید شرایطم را در هر یک از دو کشور سبک سنگین کنم. چه در کالبد یک زن و چه در کالبد یک مرد. کشوری که انتخاب خواهم کرد نشان میدهد کدام قانون را عادلانه میدانم. همین معیار را میتوان به سنت ها نیز تعمیم داد. مثلا در یک کشور مثل هند مردم خودشان را متعلق به طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند می‌دانند و افراد دیگر طبقات را به طبقه خود راه نمی‌دهند و اجازه پیشرفت به کسی که در کاست‌های پایین‌تر به دنیا آمده است نمی‌دهند. فرض می‌کنیم این سنت در یک کشور دیگر وجود ندارد. دو کشور از بقیه جهات مثل هم هستند. من نمیدانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاست متولد شوم. ترجیح میدهم در کدام کشور متولد شوم. آنکه سنت کاستی در آن رعایت می شود یا آنکه چنین سنتی ندارد. انتخاب من نشان می دهد کدام سنت را عادلانه تر یا در اینجا بهتر است بگوییم اخلاقی تر می دانم. این روش جان رالز یک نکته کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان بودن همه نفوس می کند. گویی همه ما یک شأن و منزلت ذاتی برابر داریم و فقط در بدنهای مختلف و خانواده‌های مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه در زندگی‌هایی با سرنوشت‌های مختلف زاده می‌شویم
و بسیاری از درد و رنج‌ها یا موهبت‌ها که نصیبمان می‌گردد از دست خودمان خارج است و محصول انتخاب خودمان نیست. پس لااقل می‌توانیم با اصلاح قوانین و سنت‌ها رنج یکدیگر را کم کنیم. قوانین و سنت‌هایی که حداقل رنج را به وجود آورند عادلانه‌تر و اخلاقی‌ترند. در این روش ما خود را به جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی دیگری قرار می‌دهیم و حالا می‌خواهیم به خودمان رنج کمتری وارد می‌شد اگر و تنها اگر در هر یک از این موقعیت‌ها به دنیا می‌آمدیم. در نهایت انتخاب ما به آن دیگران که واقعاً در آن موقعیت‌ها به دنیا آمدند رنج کمتری خواهد رساند و یا از رنج آنها خواهد کاست. یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشته ایم. یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نپسندیده ایم. یعنی روش اخلاقی تر را انتخاب کرده ایم. حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر. من هنوز به دنیا نیامدم. 2 کشور با ساختار دولت ملت در پیش روی من هستند. کشور الف و کشور ب. در هر کشور 100 دین و مذهب و فرقه مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت این چنین است که هر خانواده‌ای اعتقادات و باورهای دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین می کند و فرزندانش را به مدارسی می‌فرستد که در آنجا نیز همان دین به عنوان امری مقدس به کودکان آموزش داده می‌شود و مواد درسی آن مدارس توسط دستگاه روحانیت آن دین تنظیم و نظارت می‌گردد و این رویه توسط قانون آن کشور حمایت می‌شود. در کشور ب سنت این چنین است که هر خانواده اعتقادات دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین نمی کند و مثلا خانواده ها به بچه هایشان که از علت مناسک دینی پدر و مادر میپرسند پاسخ میدهند ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهایی اعتقاد داریم ولی بسیاری از دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آنها اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند. در کشور ب قانون اجازه نمی‌دهد هیچ دینی به عنوان امر مقدس به کودکان آموزش داده شود و بچه‌ها را حد اکثر با تاریخ و مضامین ادیان مختلف آشنا می‌کنند. ادیان در این کشور آزادند اما تلقین آنها در کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. من در وضعیت نخستین هستم، یعنی معلوم نیست در کدام کشور با چه جنسیتی و در کدام خانواده از کدام دین و مذهب و فرقه به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور را برای به دنیا آمدن ترجیح میدهم، کشور الف یا کشور ب. من باید برای این تصمیم گیری از دانشی که در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و از این قبیل دارم استفاده کنم. ممکن است در موقعیت فعلیم یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندو یا یک روحانی شینتو باشم و دین و مذهب خود را به حق و بقیه مردم را گمراه بدانم. اما در وضعیت نخستین و آنجا که خود را به قول جان رالز پشت پرده جهل قرار دادم و فرض کردم هنوز معلوم نیست در چه خانواده‌ای با چه دینی به دنیا بیایم، این را می‌دانم که ممکن است پس از زاده شدن به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و صاحب آن دین و عقیده‌ای که الان فکر می‌کنم به حق است نشوم. چگونه؟ اینجاست که باید از آنچه می‌دانم استفاده کنم و ببینم در هر یک از دو کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوبتر برسم و همین اکنون برآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم
و سر از چه موقعیت‌هایی در می‌آورم. چقدرش دست خودم است و چقدرش دست خودم نیست. اگر در کشور الف به دنیا بیایم، احتمال اینکه در خانواده‌ای با همین دین و مذهب و فرقه خاصی که الان به آن تعلق دارم متولد شوم کم است. به احتمال زیاد یا در دین دیگری به دنیا خواهم آمد، یا در دین خودم ولی در مذهبی دیگر، و یا در دین و مذهب خودم اما در فرقه‌ای دیگر متولد خواهم شد که تفاوت‌هایی با دین و مذهب و فرقه فعلی خودم دارند و من اکنون باورهایشان و مرام و مسلک خودشان و روحانیونشان را گمراهی می‌دانم. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقه دیگر را دین غیر خودی بنامیم. پس به احتمال زیاد اگر در کشور الف به دنیا بیایم، در خانواده‌ای با دین غیر خودی متولد خواهم شد. خانواده من در کشور الف طبق سنت مرسوم در این کشور از خردسالی به من خبر می‌دهد که خدای آن دین غیر خودی جهان را خلق کرده و از همه چیز باخبر است و از آنچه در سر من می‌گذرد و از تمام افکار و نیات من نیز آگاه است. من هم مثل بقیه هوموساپینس ها که دارای نظریه ذهن هستند در سن کودکی آمادگی تمام دارم تا وجود این ذهن آگاه از محتوای ذهن خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام افکار من احاطه و دانایی دارد. بخش‌های کهن مغز من همواره حضور آن نگهبان ذهن یا همان خدای معرفی شده توسط خانواده‌ام را مد نظر دارند. اگر خانواده‌ام به من خبر داده باشد که خدای آن دین غیر خودی از کسانی که در وجود او و حقانیت دین او شک می‌کنند عصبانی می‌گردد و در زندگی این دنیا و دنیای بعدی آنها را عذاب خواهد کرد، بخش‌های کهن مغز من به قشر مغز من اجازه نخواهند داد که به وجود این نگهبان ذهن من و به حرف‌های او شک کنند. من از پدر و مادرم خبرهایی در مورد وقوع معجزه توسط افراد مقدس این دین غیر خودی میشنوم و چون باید مثل بقیه هوموساپینس ها زندگی را با اعتماد و پذیرش حرفهای بزرگترهایم آغاز کرده باشم، این خبرها را باور میکنم. از آنجا که مثل دیگر انسانها تحت تأثیر ژست ها و بازیگری های هم نوعانم قرار میگیرم، وقتی خضوع و خشوع پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده‌ام را هنگام نام بردن از آن افراد مقدس می‌بینم و از رفتارشان در می‌یابم که به طور کامل به حقیقت داشتن آن داستان‌های معجزه اعتقاد دارند، باور به حرف‌هایشان برایم عمیق‌تر می‌شود. به هر حال من در آن سن اهل تحقیق در ریشه‌های آن داستان‌ها نیستم و سرشت مغز من حکم می‌کند که فقط باور کنم. از اینجا به بعد آن افراد مقدس نیز تحت حمایت و تایید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته‌اند در می‌آیند و هر آنچه از زبان آن افراد مقدس به من بگویند بدون چون و چرا می‌پذیرم، چرا که بخش‌های کهن مغز من صلاح نمی‌دانند در حضور آن نگهبان ذهن حاضر و ناظر به قشر مغز من اجازه شک و تردید و نقد و ارزیابی افراد مقدس آن دین غیر خودی را بدهند. خانواده من مرا به مدرسه‌ای می‌سپارند که همان دین غیر خودی را به من تلقین می‌کند و خبرهایی از همان دست را در مورد افراد مقدس آن دین غیر خودی می‌گویند و با همان ژست ها و بازیگری های حاکی از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام قلبی بر من تأثیر می‌گذارند. تقریباً تمام کسانی که می‌شناسم و به آنها اعتماد دارم در حرف و رفتارشان به من می‌فهمانند که به آنچه می‌گویند کاملاً باور دارند و این برای من یعنی اجماع افراد قابل اعتماد و مشاهده چنین اجماع و اتفاق نظری این حس را در من ایجاد می‌کند
که واقعیت نمیتواند چیزی جز آنچه آنها میگویند باشد. همه این شبکه‌ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم، خودشان به یک دستگاه روحانیت خاص و یا به یکی دو روحانی از دستگاه روحانیت دین غیر خودی باور دارند. روحانیونی که گاه سخنرانی‌هایشان را هم می‌بینم. آن روحانیون با اطمینان تمام در تایید آن دین غیر خودی سخن می‌رانند و می‌بینم که شنوندگانشان هیچ سخنی در مخالفت با آنها نمی‌گویند و آن روحانیون را به تمامی باور دارند و آنها را به عنوان عالم و دانا پذیرفته‌اند. لباس آنها به من می‌گوید که ایشان به یک مجموعه علمی و متخصص تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور من تایید شده‌اند و اجازه فعالیت دارند. در ناخودآگاه هم نتیجه می‌گیرم که پس لابد حکومت نیز با سخنان آنها مخالفتی ندارد. همان حکومتی که مراقب من و خانواده ام است و مراقب است مبادا رستوران‌ها و فروشندگان مواد غذایی مواد خوراکی ناسالم به ما بفروشند. همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضاییش مراقب است مبادا کلاهبرداران و دزدان بخواهند اموال ما را از ما بگیرند. همان حکومتی که از مردم می‌خواهد به حرف‌های خرافی رمال‌ها، جادوگران، درمانگران متقلب و اینها گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند. همان حکومتی که مراقب است مبادا قاچاقچی‌های مواد مخدر بخواهند مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشند، به کودکان و نوجوانانی که ممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند، اما حکومت دلسوز آنهاست و می‌داند این کار آینده آنها را به خطر می‌اندازد. پس با دانش نسبت به عواقب مواد مخدر مانع از آزادی عمل قاچاقچیان و دسترسی آزاد مشتری‌های مواد مخدر به مواد مخدر می‌شود. همین حکومت دلسوز و مراقب و آینده نگر به دستگاه روحانیت این دین غیر خودی که در آن به دنیا آمده ام مجوز داده تا مرا که در سن کودکی هستم راهنمایی کند. برداشت من در کودکی این خواهد بود که لابد این روحانیون مورد تایید این حکومت دانا و دلسوز هم هستند، پس حرف خلاف واقع نمیزنند. ممکن است در سنین نوجوانی با روی خوش یک معلم مذهبی و یا یک روحانی جذب یک گروه از گروه‌های این دین غیر خودی هم بشوم و ترس از طرد شدن از آن گروه مرا هرچه بیشتر به تایید نظرات گروه سوق دهد. من کم کم در جاها و موقعیت‌هایی از عقایدم حرف میزنم و عقایدی که خانواده ام در چارچوب دین غیر خودی به من تلقین کرده‌اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح می‌کنم و از اینجا به بعد مثل اکثر هوموساپینس ها دچار پدیده روانی کوری انتخاب و سوگیری هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع دین غیر خودی می‌شوم و هر آنچه را که در تایید آنهاست می‌بینم و هر آنچه را که در رد آنهاست فیلتر می‌کنم و نادیده می‌گیرم. من به واسطه اثر برخورداری یا اثر مالکیت آن دین غیر خودی که در آن زاده شده ام را از بقیه ادیان غیر خودی کشور الف و از همه ادیان دنیا از جمله از دین خودی فعلیم برتر و بهتر و ارزشمندتر و منطقی تر خواهم دید. اگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیه ادیان درست باشد و دین تو ناحق باشد، به واسطه خطای تخمین احتمال اینکه دچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنم و نیازی به تغییر در عقاید و روش زندگیم احساس نخواهم کرد. اگر در طول زندگی چنان که برای درصدی از مردم محتمل است مغزم دست به تصویرسازی هایی بزند و تجربیات خاصی مثل تجربیات عرفانی، تجربه نزدیک به مرگ، تجربه خروج از بدن و از این قبیل برایم خلق کند، آن را تأییدی بر درستی و حقانیت دین غیر خودی خواهم پنداشت
و گمان خواهم کرد که نظر کرده خدای آن دین غیر خودی هستم و ایمانم به دین غیر خودی 100 چندان خواهد شد. اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین دین غیر خودی احساس بهبودی در خود کنم، احتمال دارد اثر دارونما را با معجزه اشتباه بگیرم و ایمانم باز هم افزایش یابد. در گرفتاری ها و زمان هایی که دچار استیصال می شوم، مغز من سعی خواهد کرد الگوهایی در پدیده های اطراف بیابد و به من نشان دهد رها شده نیستم. من این الگوها را به حساب شواهدی از احاطه و حکمت خدای دین غیر خودی خواهم گذاشت. من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت آن دین غیر خودی قرار خواهم داد تا هر چه بیشتر تضمین کنند در زندگی بعدی دچار سوء عاقبت نخواهم شد. من در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می کنند هر چه بیشتر از آنها دوری خواهم گزید و هر چه بیشتر در گروه همدینانم جذب خواهم شد و هر چه بیشتر تایید اعتقادم به آن دین غیر خودی را از همگروه‌هایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود. من شاید در کشور الف به راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم و تخصصم استفاده کنم، اما هرگاه دانشی که کسب کرده ام با اعتقادات آن دین غیر خودی در تضاد باشد، نمیتوانم باورهای آن دین غیر خودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف هم شوم، همچنان به اعتقادات آن دین غیر خودی که میرسم مشی فلسفی را کنار گذاشته و به دلیل تراشی برای باورهایم میپردازم. من هر استدلال منطقی و فلسفی دال بر وجود یک آفریدگار یا علت العلل را نیز دلیل عقلی بر وجود خدای دین غیر خودی محسوب خواهم کرد و خواهم گفت حقانیت دینم توسط عقل و فلسفه نیز تایید و حمایت می‌کرد. به عبارتی بسیار بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قائل شوم و همه شواهد و مدارک حسی و عقلی را به نفع دین غیر خودی مصادره خواهم کرد. اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم، به احتمال زیاد به همان دین غیر خودی مؤمن خواهم ماند. من که الان به درستی و حقانیت دین خودیم باور دارم، اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده با یک دین غیر خودی پرورش یابم، چقدر شانس دارم از آن دین غیر خودی بریده شوم و به این دین خودیم بپیوندم و رستگار شوم. یک هوموساپینس چقدر شانس دارد که از دینی که در آن پرورش یافته گسسته شود و به دین دیگری درآید. فیزیولوژی ایمان تا چه حد این راه را برایش باز می‌گذارد؟ ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد؟ خب من هم یک هوموساپینس هستم. در کشور الف عملاً چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا بالاخره روزی دین خودی فعلیم را پیدا کنم و آن را به دین غیر خودی ترجیح دهم. اگر در کشور ب به دنیا بیایم و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد، چقدر شانس دارم در برخورد با دین خودی فعلیم به آن بگروم. من اعتقاد دارم دین خودی فعلیم به طور واضح و آشکار حق است و هر کس که بدون تعصب و جانبداری با حقایق آن آشنا شود به راحتی آن را میپذیرد. با این حساب اگر من در کشور ب به دنیا بیایم، ممکن است هرگاه با دین خودی فعلیم مواجه شوم آن را به راحتی پذیرا گردم، چون هنوز ذهنم آزادی انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا ب؟ یا بهتر است بگوییم با این معیار کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانه می‌یابم؟ سنت و قانون کشور الف یا سنت و قانون کشور ب؟ عنوان: کلام آخر.
گمان می‌کنم شایسته است به مقوله فیزیولوژی ایمان افزونتر از آنچه در این کتاب شرح دادم پرداخته شود، چرا که گفتنی در این باب بسیار بیش از چیزی است که عرضه داشتم. آرزویم این بود می‌توانستم این کتاب را به چاپ برسانم تا همین اندک در دسترس علاقه‌مندان بیشتری قرار گیرد. اما خواننده گرامی درک می‌کند نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب‌هایی که با نام نون فخر نوشته‌ام امکان این کار برایم فراهم نیست. اگر کسی این کتاب و یا کتاب‌های دیگر مرا در خور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد، نیازی به اجازه من ندارد و ضمن سپاس و قدردانی بسیار از او بر همت بلند و اراده والایش درود می‌فرستم. نون فخر. دوستان، کتاب فیزیولوژی ایمان همینجا به پایان میرسه. نویسنده در ادامه دیگر کتاب‌های خودشو معرفی کرده. اولیش کتاب برهان علیت، برهانی در رد وجود خدای ادیان توحیدی و روز جزاست. همینطور که از نام چالشی کتاب مشخصه، با اثری مواجه هستیم که میخواد نشون بده برهان علیت که تا حالا تصور میشد برهانی در جهت اثبات خدای ادیان هست، در واقع برهانی برای رد وجود خدای ادیانه و روز جزا رو هم رد میکنه. من این کتاب رو خوندم و هم از این که در قالب یک داستان پرکشش نوشته شده و هم از این جهت که مفاهیم فلسفی رو بسیار ساده و همه فهم کرده و هم بابت طرح مقوله جبر و اختیار که مبحثی جذاب و پرطرف داره، اونو خیلی پسندیدم و تسلط نویسنده بر مسائل فلسفی برام جالب بود. اونقدر تسلط از خودش در این کتاب نشون داده که حتی در بعضی جاها که به نظرش میرسیده برهانهای قدیمی برای تکمیل برهان علیت ناکارآمد و یا غیر قابل فهمه، خودش برهانهایی رو از زبان قهرمانای داستان طرح میکنه که هم جدید و هم به زبان امروزی اونطور که خودش میگه و به این ترتیب موجب تحکیم برهان علیت میشه و نهایتاً سعی میکنه نشون بده چطور این برهان با فرض درستی میتونه قوی ترین برهان بر ضد ادیان توحیدی و روز جزا باشه. تصمیم دارم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب دیگه نون فخر کتاب سفر به دل ادیانه که اونو برای کودکان و نوجوانان نوشته. البته کتاب برای تمام سنین سرشار از مطالب خوندنی و شنیدنیه، اما چنان ساده نوشته شده که به درد نوجوانها هم میخوره. این کتابم در قالب یک داستان بسیار جذابه درباره یک پسر 12 ساله ایرانی که همراه پدرش به کشورهای مختلف سفر میکنه و با آدمایی با دینهای مختلف آشنا میشه و حین آشنا شدن با باورهای دینی اونا یک سره با اونا بحث میکنه و این مباحثات خیلی جذابه. این کتاب در مورد آشنایی با ادیانی غیر از اسلامه. امید دارم بتونم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب بعدی نویسنده اسمش هست مغلطه‌های روحانیون که هنوز نخوندمش. خب گرامیان، با آرزوی سلامتی برای شما تا درودی دیگر در آغاز کتابی دیگر بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی 12 و آخر کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نون فخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 159. عنوان: نسبت نظریه عدالت جان رالز و تلقین ایمان به کودکان در مدارس. avogaboo.com حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم، سؤالی ذهن ما را درگیر خود می کند. آیا آموزش دین، یا بهتر است بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس، یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازه این کار به آموزش و پرورش عادلانه است یا ممنوع کردن آن عادلانه است؟ اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟
اگر فقط یکی از این دو کار عادلانه باشد و همه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشد، چاره ای نداریم جز این که پاسخ را پیدا کنیم، چون در برابر نتایج و عواقب انتخابمان مسئولیم. می‌دانم که جوابهای موافق و مخالف زیادی به این سوال داده می شود و هر کسی یک طرف ماجرا را می‌گیرد و با استدلال‌های خود سعی می‌کند نشان دهد این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است. اجازه دهید برای یافتن پاسخ به این سوال از یک معیار استفاده کنیم. معیاری برای محک زدن عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک عمل یا یک قانون. این معیار را جان رالز در سال 1971 در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت پیشنهاد داد. این نظریه را به شیوه ساده‌ای طرح می‌کنم که فقط کمی در بیان با شیوه جان رالز فرق دارد، ولی اصول او کاملا در آن رعایت شده است. وقتی می‌خواهیم در باب عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون نظر دهیم، گرفتار سوگیری‌های پیدا و پنهان هستیم که محصول منفعت طلبی‌ها و تعصب‌های ماست. مثلا وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قانون ارث حرف بزنیم، نمی‌توانیم به راحتی زن یا مرد بودن خود را کنار بگذاریم. وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قوانین مالیاتی صنف کتاب فروش‌ها صحبت کنیم، کتاب فروش بودن یا نبودن ما در نظری که می‌دهیم و قانونی که عادلانه می‌دانیم تأثیر دارد. نظر افرادی که در خانواده‌های مرفه به دنیا می‌آیند درباره حمایت‌های تحصیلی و درمانی از کسانی که در بدترین شرایط اقتصادی متولد می‌شوند، با نظر آنهایی که در همان بدترین شرایط متولد شده‌اند و شانسی برای تحصیلات و بهره‌مندی از درمان مناسب ندارند، یکی نیست و قانون مورد حمایت هر کدام فرق می‌کند. ظاهراً خیلی وقتها اینکه در چه موقعیتی به دنیا آمده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم موجب می‌شود قضاوت متفاوتی درباره عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون داشته باشیم. خیلی وقتها قضاوت ما بستگی دارد به اینکه پولدار باشیم یا فقیر، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا بیسواد، برده باشیم یا آزاد، سوار باشیم یا پیاده، شهرنشین باشیم یا روستانشین، کارفرما باشیم یا کارگر، باهوش باشیم یا کمهوش، مسلمان باشیم یا مسیحی، یا هندو یا بودایی یا بیدین. پیشنهاد رالز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم، این است که دست به یک آزمایش فکری بزنیم. در این آزمایش باید موقعیت، جنسیت، وضع مالی و شغل، هوش، استعدادهایی که داریم، دین، تحصیلات و این قبیل را فراموش کنیم. رالز به این وضعیت فرضی که در آن موقعیت و وضعیت فعلی خودمان را فراموش می‌کنیم، نام وضعیت نخستین می‌نهد. البته ما در این وضعیت نخستین اطلاعات فعلیمان از علوم مختلف از جمله علوم جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و غیره را داریم و کمابیش می‌توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون مورد نظر در هر وضعیتی غیر از وضعیت فعلی خودمان قرار داشته باشیم، حال و روزمان چگونه خواهد شد. مثلا فرض می‌کنم که هنوز به دنیا نیامدم و معلوم نیست وقتی به دنیا بیایم زن باشم یا مرد. شاید زن به دنیا بیایم و شاید مرد به دنیا بیایم. آیا ترجیح می‌دهم در کشوری به دنیا بیایم که قانونش حکم می‌کند ارثی که به مرد میرسد 1/5 ارثی باشد که به زن میرسد؟ یا ترجیح میدم در کشوری به دنیا بیایم که در آن زن و مرد ارث برابر میبرند؟ بقیه قوانین هر دو کشور یکسان است. به من میگویند معلوم نیست زن به دنیا بیایی یا مرد. شاید مرد به دنیا بیایی، شاید هم زن به دنیا بیایی. فقط زودتر انتخاب کن
در کدام یک از این دو کشور می‌خواهی به دنیا بیایی؟ حال باید کشورم را انتخاب کنم. باید شرایطم را در هر یک از دو کشور سبک سنگین کنم. چه در کالبد یک زن و چه در کالبد یک مرد. کشوری که انتخاب خواهم کرد نشان می‌دهد کدام قانون را عادلانه می‌دانم. همین معیار را می‌توان به سنت‌ها نیز تعمیم داد. مثلا در یک کشور مثل هند مردم خودشان را متعلق به طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند می‌دانند و افراد دیگر طبقات را به طبقه خود راه نمی‌دهند و اجازه پیشرفت به کسی که در کاست‌های پایین‌تر به دنیا آمده است نمی‌دهند. فرض می‌کنیم این سنت در یک کشور دیگر وجود ندارد. دو کشور از بقیه جهات مثل هم هستند. من نمی‌دانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاست متولد شوم. ترجیح می‌دهم در کدام کشور متولد شوم. آنکه سنت کاستی در آن رعایت می‌شود یا آنکه چنین سنتی ندارد. انتخاب من نشان می‌دهد کدام سنت را عادلانه‌تر یا در اینجا بهتر است بگوییم اخلاقی‌تر می‌دانم. این روش جان رالز یک نکته کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان بودن همه نفوس می‌کند. گویی همه ما یک شأن و منزلت ذاتی برابر داریم و فقط در بدنهای مختلف و خانواده‌های مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه در زندگی‌هایی با سرنوشت‌های مختلف زاده می‌شویم و بسیاری از درد و رنج‌ها یا موهبت‌ها که نصیبمان می‌گردد از دست خودمان خارج است و محصول انتخاب خودمان نیست. پس لااقل می‌توانیم با اصلاح قوانین و سنت‌ها رنج یکدیگر را کم کنیم. قوانین و سنت‌هایی که حداقل رنج را به وجود آورند عادلانه‌تر و اخلاقی‌ترند. در این روش ما خود را به جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی دیگری قرار می‌دهیم و حالا می‌خواهیم به خودمان رنج کمتری وارد می‌شد اگر و تنها اگر در هر یک از این موقعیت‌ها به دنیا می‌آمدیم. در نهایت انتخاب ما به آن دیگران که واقعاً در آن موقعیت‌ها به دنیا آمدند رنج کمتری خواهد رساند و یا از رنج آنها خواهد کاست. یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشته ایم. یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نپسندیده ایم. یعنی روش اخلاقی تر را انتخاب کرده ایم. حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر. من هنوز به دنیا نیامدم. دو کشور با ساختار دولت ملت در پیش روی من هستند. کشور الف و کشور ب. در هر کشور 100 دین و مذهب و فرقه مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت این چنین است که هر خانواده‌ای اعتقادات و باورهای دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین می کند و فرزندانش را به مدارسی می‌فرستد که در آنجا نیز همان دین به عنوان امری مقدس به کودکان آموزش داده می‌شود و مواد درسی آن مدارس توسط دستگاه روحانیت آن دین تنظیم و نظارت می‌گردد و این رویه توسط قانون آن کشور حمایت می‌شود. در کشور ب سنت این چنین است که هر خانواده اعتقادات دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین نمی کند و مثلا خانواده ها به بچه هایشان که از علت مناسک دینی پدر و مادر میپرسند پاسخ میدهند ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهای اعتقاد داریم ولی بسیاری از دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آنها اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند. در کشور ب قانون اجازه نمی‌دهد هیچ دینی به عنوان امر مقدس به کودکان آموزش داده شود
و بچه ها را حد اکثر با تاریخ و مضامین ادیان مختلف آشنا می کنند. ادیان در این کشور آزادند، اما تلقین آنها در کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. من در وضعیت نخستین هستم، یعنی معلوم نیست در کدام کشور، با چه جنسیتی و در کدام خانواده از کدام دین و مذهب و فرقه به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور را برای به دنیا آمدن ترجیح میدهم، کشور الف یا کشور ب. من باید برای این تصمیم گیری از دانشی که در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و از این قبیل دارم استفاده کنم. ممکن است در موقعیت فعلیم یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندو یا یک روحانی شینتو باشم و دین و مذهب خود را به حق و بقیه مردم را گمراه بدانم. اما در وضعیت نخستین و آنجا که خود را به قول جان رالز پشت پرده جهل قرار دادم و فرض کردم هنوز معلوم نیست در چه خانواده‌ای با چه دینی به دنیا بیایم، این را می‌دانم که ممکن است پس از زاده شدن به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و صاحب آن دین و عقیده‌ای که الان فکر می‌کنم به حق است نشوم. چگونه؟ اینجاست که باید از آنچه می‌دانم استفاده کنم و ببینم در هر یک از دو کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوبتر برسم و همین اکنون برآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم و سر از چه موقعیت‌هایی در می‌آورم. چقدرش دست خودم است و چقدرش دست خودم نیست. اگر در کشور الف به دنیا بیایم، احتمال اینکه در خانواده‌ای با همین دین و مذهب و فرقه خاصی که الان به آن تعلق دارم متولد شوم کم است. به احتمال زیاد یا در دین دیگری به دنیا خواهم آمد، یا در دین خودم ولی در مذهبی دیگر، و یا در دین و مذهب خودم اما در فرقه‌ای دیگر متولد خواهم شد که تفاوت‌هایی با دین و مذهب و فرقه فعلی خودم دارند و من اکنون باورهایشان و مرام و مسلک خودشان و روحانیونشان را گمراهی می‌دانم. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقه دیگر را دین غیر خودی بنامیم. پس به احتمال زیاد اگر در کشور الف به دنیا بیایم، در خانواده‌ای با دین غیر خودی متولد خواهم شد. خانواده من در کشور الف طبق سنت مرسوم در این کشور از خردسالی به من خبر می‌دهد که خدای آن دین غیر خودی جهان را خلق کرده و از همه چیز با خبر است و از آنچه در سر من می‌گذرد و از تمام افکار و نیات من نیز آگاه است. من هم مثل بقیه هوموساپینس ها که دارای نظریه ذهن هستند در سن کودکی آمادگی تمام دارم تا وجود این ذهن آگاه از محتوای ذهن خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام افکار من احاطه و دانایی دارد. بخش‌های کهن مغز من همواره حضور آن نگهبان ذهن یا همان خدای معرفی شده توسط خانواده‌ام را مد نظر دارند. اگر خانواده‌ام به من خبر داده باشد که خدای آن دین غیر خودی از کسانی که در وجود او و حقانیت دین او شک می‌کنند عصبانی می‌گردد و در زندگی این دنیا و دنیای بعدی آنها را عذاب خواهد کرد، بخش‌های کهن مغز من به قشر مغز من اجازه نخواهند داد که به وجود این نگهبان ذهن من و به حرف‌های او شک کنند. من از پدر و مادرم خبرهایی در مورد وقوع معجزه توسط افراد مقدس این دین غیر خودی میشنوم و چون باید مثل بقیه هوموساپینس ها زندگی را با اعتماد و پذیرش حرفهای بزرگترهایم آغاز کرده باشم، این خبرها را باور میکنم. از آنجا که مثل دیگر انسانها تحت تأثیر ژست ها و بازیگری های هم نوعانم قرار میگیرم،
وقتی خضوع و خشوع پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده ام را هنگام نام بردن از آن افراد مقدس می‌بینم و از رفتارشان در می‌یابم که به طور کامل به حقیقت داشتن آن داستان‌های معجزه اعتقاد دارند، باور به حرف‌هایشان برایم عمیق‌تر می‌شود. به هر حال من در آن سن اهل تحقیق در ریشه‌های آن داستان‌ها نیستم و سرشت مغز من حکم می‌کند که فقط باور کنم. از اینجا به بعد آن افراد مقدس نیز تحت حمایت و تایید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته‌اند در می‌آیند و هر آنچه از زبان آن افراد مقدس به من بگویند بدون چون و چرا می‌پذیرم، چرا که بخش‌های کهن مغز من صلاح نمی‌دانند در حضور آن نگهبان ذهن حاضر و ناظر به قشر مغز من اجازه شک و تردید و نقد و ارزیابی افراد مقدس آن دین غیر خودی را بدهند. خانواده من مرا به مدرسه‌ای می‌سپارند که همان دین غیر خودی را به من تلقین می‌کند و خبرهایی از همان دست را در مورد افراد مقدس آن دین غیر خودی می‌گویند و با همان ژست‌ها و بازیگری‌های حاکی از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام قلبی بر من تأثیر می‌گذارند. تقریباً تمام کسانی که می‌شناسم و به آنها اعتماد دارم در حرف و رفتارشان به من می‌فهمانند که به آنچه می‌گویند کاملاً باور دارند و این برای من یعنی اجماع افراد قابل اعتماد و مشاهده چنین اجماع و اتفاق نظری این حس را در من ایجاد می‌کند که واقعیت نمی‌تواند چیزی جز آنچه آنها می‌گویند باشد. همه این شبکه‌ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم خودشان به یک دستگاه روحانیت خاص و یا به یکی دو روحانی از دستگاه روحانیت دین غیر خودی باور دارند. روحانیونی که گاه سخنرانی‌هایشان را هم می‌بینم. آن روحانیون با اطمینان تمام در تایید آن دین غیر خودی سخن می‌رانند و می‌بینم که شنوندگانشان هیچ سخنی در مخالفت با آنها نمی‌گویند و آن روحانیون را به تمامی باور دارند و آنها را به عنوان عالم و دانا پذیرفته‌اند. لباس آنها به من می‌گوید که ایشان به یک مجموعه علمی و متخصص تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور من تایید شده‌اند و اجازه فعالیت دارند. در ناخودآگاه هم نتیجه می‌گیرم که پس لابد حکومت نیز با سخنان آنها مخالفتی ندارد. همان حکومتی که مراقب من و خانواده ام است و مراقب است مبادا رستوران‌ها و فروشندگان مواد غذایی مواد خوراکی ناسالم به ما بفروشند. همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضاییش مراقب است مبادا کلاه برداران و دزدان بخواهند اموال ما را از ما بگیرند. همان حکومتی که از مردم می‌خواهد به حرف‌های خرافی رمال‌ها، جادوگران، درمانگران متقلب و اینها گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند. همان حکومتی که مراقب است مبادا قاچاقچی‌های مواد مخدر بخواهند مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشند، به کودکان و نوجوانانی که ممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند، اما حکومت دلسوز آنهاست و می‌داند این کار آینده آنها را به خطر می‌اندازد. پس با دانش نسبت به عواقب مواد مخدر مانع از آزادی عمل قاچاقچیان و دسترسی آزاد مشتری‌های مواد مخدر به مواد مخدر می‌شود. همین حکومت دلسوز و مراقب و آینده نگر به دستگاه روحانیت این دین غیر خودی که در آن به دنیا آمده ام مجوز داده تا مرا که در سن کودکی هستم راهنمایی کند. برداشت من در کودکی این خواهد بود که لابد این روحانیون مورد تایید این حکومت دانا و دلسوز هم هستند، پس حرف خلاف واقع نمیزنند. ممکن است در سنین نوجوانی با روی خوش یک معلم مذهبی
و یا یک روحانی جذب یک گروه از گروه‌های این دین غیر خودی هم بشوم و ترس از طرد شدن از آن گروه مرا هرچه بیشتر به تایید نظرات گروه سوق دهد. من کم کم در جاها و موقعیت‌هایی از عقایدم حرف میزنم و عقایدی که خانواده‌ام در چارچوب دین غیر خودی به من تلقین کرده‌اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح می‌کنم و از اینجا به بعد مثل اکثر هوموساپینس ها دچار پدیده روانی کوری انتخاب و سوگیری هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع دین غیر خودی می‌شوم و هر آنچه را که در تایید آنهاست می‌بینم و هر آنچه را که در رد آنهاست فیلتر می‌کنم و نادیده می‌گیرم. من به واسطه اثر برخورداری یا اثر مالکیت آن دین غیر خودی که در آن زاده شده ام را از بقیه ادیان غیر خودی کشور الف و از همه ادیان دنیا از جمله از دین خودی فعلیم برتر و بهتر و ارزشمندتر و منطقی تر خواهم دید. اگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیه ادیان درست باشد و دین تو ناحق باشد، به واسطه خطای تخمین احتمال اینکه دچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنم و نیازی به تغییر در عقاید و روش زندگیم احساس نخواهم کرد. اگر در طول زندگی چنان که برای درصدی از مردم محتمل است مغزم دست به تصویرسازی هایی بزند و تجربیات خاصی مثل تجربیات عرفانی، تجربه نزدیک به مرگ، تجربه خروج از بدن و از این قبیل برایم خلق کند، آن را تأییدی بر درستی و حقانیت دین غیر خودی خواهم پنداشت و گمان خواهم کرد که نظر کرده خدای آن دین غیر خودی هستم و ایمانم به دین غیر خودی 100 چندان خواهد شد. اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین دین غیر خودی احساس بهبودی در خود کنم، احتمال دارد اثر دارونما را با معجزه اشتباه بگیرم و ایمانم باز هم افزایش یابد. در گرفتاری ها و زمان هایی که دچار استیصال می شوم، مغز من سعی خواهد کرد الگوهایی در پدیده های اطراف بیابد و به من نشان دهد رها شده نیستم. من این الگوها را به حساب شواهدی از احاطه و حکمت خدای دین غیر خودی خواهم گذاشت. من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت آن دین غیر خودی قرار خواهم داد تا هر چه بیشتر تضمین کنند در زندگی بعدی دچار سوء عاقبت نخواهم شد. من در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می کنند هر چه بیشتر از آنها دوری خواهم گزید و هر چه بیشتر در گروه همدینانم جذب خواهم شد و هر چه بیشتر تایید اعتقادم به آن دین غیر خودی را از همگروه‌هایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود. من شاید در کشور الف به راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم و تخصصم استفاده کنم، اما هرگاه دانشی که کسب کرده ام با اعتقادات آن دین غیر خودی در تضاد باشد، نمیتوانم باورهای آن دین غیر خودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف هم شوم، همچنان به اعتقادات آن دین غیر خودی که میرسم مشی فلسفی را کنار گذاشته و به دلیل تراشی برای باورهایم میپردازم. من هر استدلال منطقی و فلسفی دال بر وجود یک آفریدگار یا علت العلل را نیز دلیل عقلی بر وجود خدای دین غیر خودی محسوب خواهم کرد و خواهم گفت حقانیت دینم توسط عقل و فلسفه نیز تایید و حمایت می‌کرد. به عبارتی بسیار بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قائل شوم و همه شواهد و مدارک حسی و عقلی را به نفع دین غیر خودی مصادره خواهم کرد. اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم، به احتمال زیاد به همان دین غیر خودی مؤمن خواهم ماند. من که الان به درستی و حقانیت دین خودیم باور دارم،
اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده با یک دین غیر خودی پرورش یابم، چقدر شانس دارم از آن دین غیر خودی بریده شوم و به این دین خودیم بپیوندم و رستگار شوم. یک هوموساپینس چقدر شانس دارد که از دینی که در آن پرورش یافته گسسته شود و به دین دیگری درآید. فیزیولوژی ایمان تا چه حد این راه را برایش باز می‌گذارد؟ ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد؟ خب من هم یک هوموساپینس هستم. در کشور الف عملاً چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا بالاخره روزی دین خودی فعلیم را پیدا کنم و آن را به دین غیر خودی ترجیح دهم. اگر در کشور ب به دنیا بیایم و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد، چقدر شانس دارم در برخورد با دین خودی فعلیم به آن بگروم. من اعتقاد دارم دین خودی فعلیم به طور واضح و آشکار حق است و هر کس که بدون تعصب و جانبداری با حقایق آن آشنا شود به راحتی آن را میپذیرد. با این حساب اگر من در کشور ب به دنیا بیایم، ممکن است هرگاه با دین خودی فعلیم مواجه شوم آن را به راحتی پذیرا گردم، چون هنوز ذهنم آزادی انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا ب؟ یا بهتر است بگوییم با این معیار کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانه میابم؟ سنت و قانون کشور الف یا سنت و قانون کشور ب؟ عنوان: کلام آخر. گمان می‌کنم شایسته است به مقوله فیزیولوژی ایمان افزونتر از آنچه در این کتاب شرح دادم پرداخته شود، چرا که گفتنی در این باب بسیار بیش از چیزی است که عرضه داشتم. آرزویم این بود می‌توانستم این کتاب را به چاپ برسانم تا همین اندک در دسترس علاقه‌مندان بیشتری قرار گیرد. اما خواننده گرامی درک می‌کند نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب‌هایی که با نام نون فخر نوشته‌ام امکان این کار برایم فراهم نیست. اگر کسی این کتاب و یا کتاب‌های دیگر مرا در خور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد، نیازی به اجازه من ندارد و ضمن سپاس و قدردانی بسیار از او بر همت بلند و اراده والایش درود می‌فرستم. نون فخر. دوستان، کتاب فیزیولوژی ایمان همینجا به پایان میرسه. نویسنده در ادامه دیگر کتاب‌های خودشو معرفی کرده. اولیش کتاب برهان علیت، برهانی در رد وجود خدای ادیان توحیدی و روز جزاست. همینطور که از نام چالشی کتاب مشخصه، با اثری مواجه هستیم که میخواد نشون بده برهان علیت که تا حالا تصور میشد برهانی در جهت اثبات خدای ادیان هست، در واقع برهانی برای رد وجود خدای ادیانه و روز جزا رو هم رد میکنه. من این کتاب رو خوندم و هم از این که در قالب یک داستان پرکشش نوشته شده و هم از این جهت که مفاهیم فلسفی رو بسیار ساده و همه فهم کرده و هم بابت طرح مقوله جبر و اختیار که مبحثی جذاب و پرطرف داره، اونو خیلی پسندیدم و تسلط نویسنده بر مسائل فلسفی برام جالب بود. اونقدر تسلط از خودش در این کتاب نشون داده که حتی در بعضی جاها که به نظرش میرسیده برهانهای قدیمی برای تکمیل برهان علیت ناکارآمد و یا غیر قابل فهمه، خودش برهانهایی رو از زبان قهرمانای داستان طرح میکنه که هم جدید و هم به زبان امروزی اونطور که خودش میگه و به این ترتیب موجب تحکیم برهان علیت میشه و نهایتا سعی میکنه نشون بده چطور این برهان با فرض درستی میتونه قوی ترین برهان بر ضد ادیان توحیدی و روز جزا باشه. تصمیم دارم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب دیگه نون فخر کتاب سفر به دل ادیانه که اونو برای کودکان و نوجوانان نوشته. البته کتاب برای تمام سنین سرشار از مطالب خوندنی و شنیدنیه،
اما چنان ساده نوشته شده که به درد نوجوانها هم میخوره. این کتابم در قالب یک داستان بسیار جذابه درباره یک پسر 12 ساله ایرانی که همراه پدرش به کشورهای مختلف سفر میکنه و با آدمایی با دینهای مختلف آشنا میشه و حین آشنا شدن با باورهای دینی اونا یک سره با اونا بحث میکنه و این مباحثات خیلی جذابه. این کتاب در مورد آشنایی با ادیانی غیر از اسلامه. امید دارم بتونم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب بعدی نویسنده اسمش هست مغلطه‌های روحانیون که هنوز نخوندمش. خب گرامیان، با آرزوی سلامتی برای شما تا درودی دیگر در آغاز کتابی دیگر بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی 12 و آخر کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 159. عنوان: نسبت نظریه عدالت جان رالز و تلقین ایمان به کودکان در مدارس. avayabur.com حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم، سؤالی ذهن ما را درگیر خود می کند. آیا آموزش دین، یا بهتر است بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس، یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازه این کار به آموزش و پرورش عادلانه است یا ممنوع کردن آن عادلانه است؟ اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟ اگر فقط یکی از این دو کار عادلانه باشد و همه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشد، چاره ای نداریم جز این که پاسخ را پیدا کنیم، چون در برابر نتایج و عواقب انتخابمان مسئولیم. میدانم که جوابهای موافق و مخالف زیادی به این سوال داده می شود و هر کسی یک طرف ماجرا را می گیرد و با استدلالهای خود سعی می کند نشان دهد این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است. اجازه دهید برای یافتن پاسخ به این سوال از یک معیار استفاده کنیم. معیاری برای محک زدن عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک عمل یا یک قانون. این معیار را جان رالز در سال 1971 در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت پیشنهاد داد. این نظریه را به شیوه ساده‌ای طرح می‌کنم که فقط کمی در بیان با شیوه جان رالز فرق دارد، ولی اصول او کاملا در آن رعایت شده است. وقتی می‌خواهیم در باب عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون نظر دهیم، گرفتار سوگیری‌های پیدا و پنهان هستیم که محصول منفعت طلبی‌ها و تعصب‌های ماست. مثلا وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قانون ارث حرف بزنیم، نمی‌توانیم به راحتی زن یا مرد بودن خود را کنار بگذاریم. وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قوانین مالیاتی صنف کتاب فروش‌ها صحبت کنیم، کتاب فروش بودن یا نبودن ما در نظری که می‌دهیم و قانونی که عادلانه می‌دانیم تأثیر دارد. نظر افرادی که در خانواده‌های مرفه به دنیا می‌آیند درباره حمایت‌های تحصیلی و درمانی از کسانی که در بدترین شرایط اقتصادی متولد می‌شوند، با نظر آنهایی که در همان بدترین شرایط متولد شده‌اند و شانسی برای تحصیلات و بهره‌مندی از درمان مناسب ندارند، یکی نیست و قانون مورد حمایت هر کدام فرق می‌کند. ظاهراً خیلی وقتها اینکه در چه موقعیتی به دنیا آمده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم موجب می‌شود قضاوت متفاوتی درباره عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون داشته باشیم. خیلی وقتها قضاوت ما بستگی دارد به اینکه پولدار باشیم یا فقیر، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا بیسواد، برده باشیم یا آزاد، سوار باشیم یا پیاده، شهرنشین باشیم یا روستانشین،
کارفرما باشیم یا کارگر، باهوش باشیم یا کمهوش، مسلمان باشیم یا مسیحی یا هندو یا بودایی یا بیدین. پیشنهاد رالز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم این است که دست به یک آزمایش فکری بزنیم. در این آزمایش باید موقعیت، جنسیت، وضع مالی و شغل، هوش، استعدادهایی که داریم، دین، تحصیلات و این قبیل را فراموش کنیم. رالز به این وضعیت فرضی که در آن موقعیت و وضعیت فعلی خودمان را فراموش می‌کنیم نام وضعیت نخستین می‌نهد. البته ما در این وضعیت نخستین اطلاعات فعلیمان از علوم مختلف از جمله علوم جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و غیره را داریم و کمابیش می‌توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون مورد نظر در هر وضعیتی غیر از وضعیت فعلی خودمان قرار داشته باشیم حال و روزمان چگونه خواهد شد. مثلا فرض می‌کنم که هنوز به دنیا نیامدم و معلوم نیست وقتی به دنیا بیایم زن باشم یا مرد. شاید زن به دنیا بیایم و شاید مرد به دنیا بیایم. آیا ترجیح می‌دهم در کشوری به دنیا بیایم که قانونش حکم می‌کند ارثی که به مرد میرسد 1/5 ارثی باشد که به زن میرسد؟ یا ترجیح میدم در کشوری به دنیا بیایم که در آن زن و مرد ارث برابر میبرند؟ بقیه قوانین هر دو کشور یکسان است. به من میگویند معلوم نیست زن به دنیا بیایی یا مرد. شاید مرد به دنیا بیایی، شاید هم زن به دنیا بیایی. فقط زودتر انتخاب کن در کدام یک از این دو کشور میخواهی به دنیا بیایی. حال باید کشورم را انتخاب کنم. باید شرایطم را در هر یک از دو کشور سبک سنگین کنم. چه در کالبد یک زن و چه در کالبد یک مرد. کشوری که انتخاب خواهم کرد نشان میدهد کدام قانون را عادلانه میدانم. همین معیار را میتوان به سنت ها نیز تعمیم داد. مثلا در یک کشور مثل هند مردم خودشان را متعلق به طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند می‌دانند و افراد دیگر طبقات را به طبقه خود راه نمی‌دهند و اجازه پیشرفت به کسی که در کاست‌های پایین‌تر به دنیا آمده است نمی‌دهند. فرض می‌کنیم این سنت در یک کشور دیگر وجود ندارد. دو کشور از بقیه جهات مثل هم هستند. من نمیدانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاست متولد شوم. ترجیح میدهم در کدام کشور متولد شوم. آنکه سنت کاستی در آن رعایت می شود یا آنکه چنین سنتی ندارد. انتخاب من نشان می دهد کدام سنت را عادلانه تر یا در اینجا بهتر است بگوییم اخلاقی تر می دانم. این روش جان رالز یک نکته کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان بودن همه نفوس می کند. گویی همه ما یک شأن و منزلت ذاتی برابر داریم و فقط در بدنهای مختلف و خانواده‌های مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه در زندگی‌هایی با سرنوشت‌های مختلف زاده می‌شویم و بسیاری از درد و رنج‌ها یا موهبت‌ها که نصیبمان می‌گردد از دست خودمان خارج است و محصول انتخاب خودمان نیست. پس لااقل می‌توانیم با اصلاح قوانین و سنت‌ها رنج یکدیگر را کم کنیم. قوانین و سنت‌هایی که حداقل رنج را به وجود آورند عادلانه‌تر و اخلاقی‌ترند. در این روش ما خود را به جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی دیگری قرار می‌دهیم و حالا می‌خواهیم به خودمان رنج کمتری وارد می‌شد اگر و تنها اگر در هر یک از این موقعیت‌ها به دنیا می‌آمدیم. در نهایت انتخاب ما به آن دیگران که واقعاً در آن موقعیت‌ها به دنیا آمدند رنج کمتری خواهد رساند و یا از رنج آنها خواهد کاست. یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشته ایم. یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نپسندیده ایم
یعنی روش اخلاقی تر را انتخاب کرده ایم. حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر. من هنوز به دنیا نیامدم. 2 کشور با ساختار دولت ملت در پیش روی من هستند. کشور الف و کشور ب. در هر کشور 100 دین و مذهب و فرقه مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت این چنین است که هر خانواده‌ای اعتقادات و باورهای دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین می کند و فرزندانش را به مدارسی می فرستد که در آنجا نیز همان دین به عنوان امری مقدس به کودکان آموزش داده می شود و مواد درسی آن مدارس توسط دستگاه روحانیت آن دین تنظیم و نظارت می گردد و این رویه توسط قانون آن کشور حمایت می شود. در کشور ب سنت این چنین است که هر خانواده اعتقادات دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین نمی کند و مثلا خانواده ها به بچه هایشان که از علت مناسک دینی پدر و مادر میپرسند پاسخ میدهند ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهای اعتقاد داریم، ولی بسیاری از دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آنها اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند. در کشور ب قانون اجازه نمیدهد هیچ دینی به عنوان امر مقدس به کودکان آموزش داده شود و بچه ها را حد اکثر با تاریخ و مضامین ادیان مختلف آشنا می کنند. ادیان در این کشور آزادند، اما تلقین آنها در کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. من در وضعیت نخستین هستم، یعنی معلوم نیست در کدام کشور با چه جنسیتی و در کدام خانواده از کدام دین و مذهب و فرقه به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور را برای به دنیا آمدن ترجیح میدهم، کشور الف یا کشور ب. من باید برای این تصمیم گیری از دانشی که در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و از این قبیل دارم استفاده کنم. ممکن است در موقعیت فعلیم یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندو یا یک روحانی شینتو باشم و دین و مذهب خود را به حق و بقیه مردم را گمراه بدانم. اما در وضعیت نخستین و آنجا که خود را به قول جان رالز پشت پرده جهل قرار دادم و فرض کردم هنوز معلوم نیست در چه خانواده‌ای با چه دینی به دنیا بیایم، این را می‌دانم که ممکن است پس از زاده شدن به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و صاحب آن دین و عقیده‌ای که الان فکر می‌کنم به حق است نشوم. چگونه؟ اینجاست که باید از آنچه می‌دانم استفاده کنم و ببینم در هر یک از 2 کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوبتر برسم و همین اکنون برآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم و سر از چه موقعیت‌هایی در می‌آورم. چقدرش دست خودم است و چقدرش دست خودم نیست. اگر در کشور الف به دنیا بیایم، احتمال اینکه در خانواده‌ای با همین دین و مذهب و فرقه خاصی که الان به آن تعلق دارم متولد شوم کم است. به احتمال زیاد یا در دین دیگری به دنیا خواهم آمد، یا در دین خودم ولی در مذهبی دیگر، و یا در دین و مذهب خودم اما در فرقه‌ای دیگر متولد خواهم شد که تفاوت‌هایی با دین و مذهب و فرقه فعلی خودم دارند و من اکنون باورهایشان و مرام و مسلک خودشان و روحانیونشان را گمراهی می‌دانم. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقه دیگر را دین غیر خودی بنامیم. پس به احتمال زیاد اگر در کشور الف به دنیا بیایم، در خانواده‌ای با دین غیر خودی متولد خواهم شد. خانواده من در کشور الف طبق سنت مرسوم در این کشور
از خردسالی به من خبر می‌دهد که خدای آن دین غیر خودی جهان را خلق کرده و از همه چیز باخبر است و از آنچه در سر من می‌گذرد و از تمام افکار و نیات من نیز آگاه است. من هم مثل بقیه هوموساپینس ها که دارای نظریه ذهن هستند در سن کودکی آمادگی تمام دارم تا وجود این ذهن آگاه از محتوای ذهن خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام افکار من احاطه و دانایی دارد. بخش‌های کهن مغز من همواره حضور آن نگهبان ذهن یا همان خدای معرفی شده توسط خانواده‌ام را مد نظر دارند. اگر خانواده‌ام به من خبر داده باشد که خدای آن دین غیر خودی از کسانی که در وجود او و حقانیت دین او شک می‌کنند عصبانی می‌گردد و در زندگی این دنیا و دنیای بعدی آنها را عذاب خواهد کرد، بخش‌های کهن مغز من به قشر مغز من اجازه نخواهند داد که به وجود این نگهبان ذهن من و به حرف‌های او شک کنند. من از پدر و مادرم خبرهایی در مورد وقوع معجزه توسط افراد مقدس این دین غیر خودی میشنوم و چون باید مثل بقیه هوموساپینس ها زندگی را با اعتماد و پذیرش حرفهای بزرگترهایم آغاز کرده باشم، این خبرها را باور میکنم. از آنجا که مثل دیگر انسانها تحت تأثیر ژست ها و بازیگری های هم نوعانم قرار میگیرم، وقتی خضوع و خشوع پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده ام را هنگام نام بردن از آن افراد مقدس میبینم و از رفتارشان در میابم که به طور کامل به حقیقت داشتن آن داستانهای معجزه اعتقاد دارند، باور به حرفهایشان برایم عمیق‌تر میشود. به هر حال من در آن سن اهل تحقیق در ریشه های آن داستانها نیستم و سرشت مغز من حکم می‌کند که فقط باور کنم. از اینجا به بعد آن افراد مقدس نیز تحت حمایت و تایید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته‌اند در می‌آیند و هر آنچه از زبان آن افراد مقدس به من بگویند بدون چون و چرا می‌پذیرم، چرا که بخش‌های کهن مغز من صلاح نمی‌دانند در حضور آن نگهبان ذهن حاضر و ناظر به قشر مغز من اجازه شک و تردید و نقد و ارزیابی افراد مقدس آن دین غیر خودی را بدهند. خانواده من مرا به مدرسه‌ای می‌سپارند که همان دین غیر خودی را به من تلقین می‌کند و خبرهایی از همان دست را در مورد افراد مقدس آن دین غیر خودی میگویند و با همان ژست ها و بازیگری های حاکی از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام قلبی بر من تأثیر میگذارند. تقریبا تمام کسانی که میشناسم و به آنها اعتماد دارم در حرف و رفتارشان به من میفهمانند که به آنچه میگویند کاملا باور دارند و این برای من یعنی اجماع افراد قابل اعتماد و مشاهده چنین اجماع و اتفاق نظری این حس را در من ایجاد می کند که واقعیت نمیتواند چیزی جز آنچه آنها میگویند باشد. همه این شبکه‌ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم خودشان به یک دستگاه روحانیت خاص و یا به یکی دو روحانی از دستگاه روحانیت دین غیر خودی باور دارند. روحانیونی که گاه سخنرانی‌هایشان را هم می‌بینم. آن روحانیون با اطمینان تمام در تایید آن دین غیر خودی سخن می‌رانند و می‌بینم که شنوندگانشان هیچ سخنی در مخالفت با آنها نمی‌گویند و آن روحانیون را به تمامی باور دارند و آنها را به عنوان عالم و دانا پذیرفته‌اند. لباس آنها به من میگوید که ایشان به یک مجموعه علمی و متخصص تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور من تایید شده اند و اجازه فعالیت دارند. در ناخودآگاه هم نتیجه میگیرم که پس لابد حکومت نیز با سخنان آنها مخالفتی ندارد. همان حکومتی که
مراقب من و خانواده ام است و مراقب است مبادا رستوران ها و فروشندگان مواد غذایی مواد خوراکی ناسالم به ما بفروشند. همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضاییش مراقب است مبادا کلاهبرداران و دزدان بخواهند اموال ما را از ما بگیرند. همان حکومتی که از مردم می‌خواهد به حرف‌های خرافی رمال‌ها، جادوگران، درمانگران متقلب و اینها گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند. همان حکومتی که مراقب است مبادا قاچاقچی‌های مواد مخدر بخواهند مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشند، به کودکان و نوجوانانی که ممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند، اما حکومت دلسوز آنهاست و می‌داند این کار آینده آنها را به خطر می‌اندازد. پس با دانش نسبت به عواقب مواد مخدر مانع از آزادی عمل قاچاقچیان و دسترسی آزاد مشتری‌های مواد مخدر به مواد مخدر می‌شود. همین حکومت دلسوز و مراقب و آینده نگر به دستگاه روحانیت این دین غیر خودی که در آن به دنیا آمده ام مجوز داده تا مرا که در سن کودکی هستم راهنمایی کند. برداشت من در کودکی این خواهد بود که لابد این روحانیون مورد تایید این حکومت دانا و دلسوز هم هستند، پس حرف خلاف واقع نمیزنند. ممکن است در سنین نوجوانی با روی خوش یک معلم مذهبی و یا یک روحانی جذب یک گروه از گروه‌های این دین غیر خودی هم بشوم و ترس از طرد شدن از آن گروه مرا هرچه بیشتر به تایید نظرات گروه سوق دهد. من کم کم در جاها و موقعیت‌هایی از عقایدم حرف میزنم و عقایدی که خانواده ام در چارچوب دین غیر خودی به من تلقین کرده‌اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح می‌کنم و از اینجا به بعد مثل اکثر هوموساپینس ها دچار پدیده روانی کوری انتخاب و سوگیری هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع دین غیر خودی می‌شوم و هر آنچه را که در تایید آنهاست می‌بینم و هر آنچه را که در رد آنهاست فیلتر می‌کنم و نادیده می‌گیرم. من به واسطه اثر برخورداری یا اثر مالکیت آن دین غیر خودی که در آن زاده شده ام را از بقیه ادیان غیر خودی کشور الف و از همه ادیان دنیا از جمله از دین خودی فعلیم برتر و بهتر و ارزشمندتر و منطقی تر خواهم دید. اگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیه ادیان درست باشد و دین تو ناحق باشد، به واسطه خطای تخمین احتمال اینکه دچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنم و نیازی به تغییر در عقاید و روش زندگیم احساس نخواهم کرد. اگر در طول زندگی چنان که برای درصدی از مردم محتمل است مغزم دست به تصویرسازی هایی بزند و تجربیات خاصی مثل تجربیات عرفانی، تجربه نزدیک به مرگ، تجربه خروج از بدن و از این قبیل برایم خلق کند، آن را تأییدی بر درستی و حقانیت دین غیر خودی خواهم پنداشت و گمان خواهم کرد که نظر کرده خدای آن دین غیر خودی هستم و ایمانم به دین غیر خودی 100 چندان خواهد شد. اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین دین غیر خودی احساس بهبودی در خود کنم، احتمال دارد اثر دارونما را با معجزه اشتباه بگیرم و ایمانم باز هم افزایش یابد. در گرفتاری ها و زمان هایی که دچار استیصال می شوم، مغز من سعی خواهد کرد الگوهایی در پدیده های اطراف بیابد و به من نشان دهد رها شده نیستم. من این الگوها را به حساب شواهدی از احاطه و حکمت خدای دین غیر خودی خواهم گذاشت. من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت آن دین غیر خودی قرار خواهم داد تا هر چه بیشتر تضمین کنند در زندگی بعدی دچار سوء عاقبت نخواهم شد. من در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می کنند
هرچه بیشتر از آنها دوری خواهم گزید و هرچه بیشتر در گروه همدینانم جذب خواهم شد و هرچه بیشتر تایید اعتقادم به آن دین غیر خودی را از همگروه‌هایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود. من شاید در کشور الف به راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم و تخصصم استفاده کنم، اما هرگاه دانشی که کسب کرده‌ام با اعتقادات آن دین غیر خودی در تضاد باشد، نمیتوانم باورهای آن دین غیر خودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف هم شوم، همچنان به اعتقادات آن دین غیر خودی که میرسم، مشی فلسفی را کنار گذاشته و به دلیل تراشی برای باورهایم میپردازم. من هر استدلال منطقی و فلسفی دال بر وجود یک آفریدگار یا علت العلل را نیز دلیل عقلی بر وجود خدای دین غیر خودی محسوب خواهم کرد و خواهم گفت حقانیت دینم توسط عقل و فلسفه نیز تایید و حمایت می‌کرد. به عبارتی بسیار بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قائل شوم و همه شواهد و مدارک حسی و عقلی را به نفع دین غیر خودی مصادره خواهم کرد. اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم، به احتمال زیاد به همان دین غیر خودی مؤمن خواهم ماند. من که الان به درستی و حقانیت دین خودیم باور دارم، اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده با یک دین غیر خودی پرورش یابم، چقدر شانس دارم از آن دین غیر خودی بریده شوم و به این دین خودیم بپیوندم و رستگار شوم. یک هوموساپینس چقدر شانس دارد که از دینی که در آن پرورش یافته گسسته شود و به دین دیگری درآید. فیزیولوژی ایمان تا چه حد این راه را برایش باز می‌گذارد؟ ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد؟ خب من هم یک هوموساپینس هستم. در کشور الف عملاً چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا بالاخره روزی دین خودی فعلیم را پیدا کنم و آن را به دین غیر خودی ترجیح دهم. اگر در کشور ب به دنیا بیایم و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد، چقدر شانس دارم در برخورد با دین خودی فعلیم به آن بگروم. من اعتقاد دارم دین خودی فعلیم به طور واضح و آشکار حق است و هر کس که بدون تعصب و جانبداری با حقایق آن آشنا شود به راحتی آن را میپذیرد. با این حساب اگر من در کشور ب به دنیا بیایم، ممکن است هرگاه با دین خودی فعلیم مواجه شوم آن را به راحتی پذیرا گردم، چون هنوز ذهنم آزادی انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا ب؟ یا بهتر است بگوییم با این معیار کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانه میابم؟ سنت و قانون کشور الف یا سنت و قانون کشور ب؟ عنوان: کلام آخر. گمان می‌کنم شایسته است به مقوله فیزیولوژی ایمان افزونتر از آنچه در این کتاب شرح دادم پرداخته شود، چرا که گفتنی در این باب بسیار بیش از چیزی است که عرضه داشتم. آرزویم این بود می‌توانستم این کتاب را به چاپ برسانم تا همین اندک در دسترس علاقه‌مندان بیشتری قرار گیرد. اما خواننده گرامی درک می‌کند نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب‌هایی که با نام نون فخر نوشته‌ام امکان این کار برایم فراهم نیست. اگر کسی این کتاب و یا کتاب‌های دیگر مرا در خور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد، نیازی به اجازه من ندارد و ضمن سپاس و قدردانی بسیار از او بر همت بلند و اراده والایش درود می‌فرستم. نون فخر. دوستان، کتاب فیزیولوژی ایمان همینجا به پایان میرسه. نویسنده در ادامه دیگر کتاب‌های خودشو معرفی کرده. اولیش کتاب برهان علیت
برهانی در رد وجود خدای ادیان توحیدی و روز جزاست. همینطور که از نام چالشی کتاب مشخصه، با اثری مواجه هستیم که میخواد نشون بده برهان علیت که تا حالا تصور میشد برهانی در جهت اثبات خدای ادیان هست، در واقع برهانی برای رد وجود خدای ادیانه و روز جزا رو هم رد میکنه. من این کتاب رو خوندم و هم از این که در قالب یک داستان پرکشش نوشته شده و هم از این جهت که مفاهیم فلسفی رو بسیار ساده و همه فهم کرده و هم بابت طرح مقوله جبر و اختیار که مبحثی جذاب و پرطرف داره اونو خیلی پسندیدم و تسلط نویسنده بر مسائل فلسفی برام جالب بود. اونقدر تسلط از خودش در این کتاب نشون داده که حتی در بعضی جاها که به نظرش میرسیده برهانهای قدیمی برای تکمیل برهان علیت ناکارآمد و یا غیر قابل فهمه، خودش برهانهایی رو از زبان قهرمانای داستان طرح میکنه که هم جدید و هم به زبان امروزی اونطور که خودش میگه و به این ترتیب موجب تحکیم برهان علیت میشه و نهایتا سعی میکنه نشون بده چطور این برهان با فرض درستی میتونه قوی ترین برهان بر ضد ادیان توحیدی و روز جزا باشه. تصمیم دارم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب دیگه نونفخر کتاب سفر به دل ادیانه که اونو برای کودکان و نوجوانان نوشته. البته کتاب برای تمام سنین سرشار از مطالب خوندنی و شنیدنیه، اما چنان ساده نوشته شده که به درد نوجوانها هم میخوره. این کتابم در قالب یک داستان بسیار جذابه درباره یک پسر 12 ساله ایرانی که همراه پدرش به کشورهای مختلف سفر میکنه و با آدمایی با دینهای مختلف آشنا میشه و حین آشنا شدن با باورهای دینی اونا یک سره با اونا بحث میکنه و این مباحثات خیلی جذابه. این کتاب در مورد آشنایی با ادیانی غیر از اسلامه. امید دارم بتونم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب بعدی نویسنده اسمش هست مغلطه‌های روحانیون که هنوز نخوندمش. خب گرامیان، با آرزوی سلامتی برای شما تا درودی دیگر در آغاز کتابی دیگر بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی 12 و آخر کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 159. عنوان: نسبت نظریه عدالت جان رالز و تلقین ایمان به کودکان در مدارس. avogebook.com حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم، سؤالی ذهن ما را درگیر خود می کند. آیا آموزش دین، یا بهتر است بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس، یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازه این کار به آموزش و پرورش عادلانه است یا ممنوع کردن آن عادلانه است؟ اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟ اگر فقط یکی از این دو کار عادلانه باشد و همه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشد، چاره ای نداریم جز این که پاسخ را پیدا کنیم، چون در برابر نتایج و عواقب انتخابمان مسئولیم. می‌دانم که جوابهای موافق و مخالف زیادی به این سوال داده می شود و هر کسی یک طرف ماجرا را می‌گیرد و با استدلال‌های خود سعی می‌کند نشان دهد این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است. اجازه دهید برای یافتن پاسخ به این سوال از یک معیار استفاده کنیم. معیاری برای محک زدن عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک عمل یا یک قانون. این معیار را جان رالز در سال 1971 در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت پیشنهاد داد. این نظریه را به شیوه ساده‌ای طرح می‌کنم که فقط کمی در بیان با شیوه جان رالز فرق دارد، ولی
اصول او کاملا در آن رعایت شده است. وقتی می‌خواهیم در باب عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون نظر دهیم، گرفتار سوگیری‌های پیدا و پنهان هستیم که محصول منفعت طلبی‌ها و تعصب‌های ماست. مثلا وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قانون ارث حرف بزنیم، نمی‌توانیم به راحتی زن یا مرد بودن خود را کنار بگذاریم. وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قوانین مالیاتی صنف کتاب فروش‌ها صحبت کنیم، کتاب فروش بودن یا نبودن ما در نظری که می‌دهیم و قانونی که عادلانه می‌دانیم تأثیر دارد. نظر افرادی که در خانواده‌های مرفه به دنیا می‌آیند درباره حمایت‌های تحصیلی و درمانی از کسانی که در بدترین شرایط اقتصادی متولد می‌شوند، با نظر آنهایی که در همان بدترین شرایط متولد شده‌اند و شانسی برای تحصیلات و بهره‌مندی از درمان مناسب ندارند، یکی نیست و قانون مورد حمایت هر کدام فرق می‌کند. ظاهراً خیلی وقتها اینکه در چه موقعیتی به دنیا آمده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم موجب می‌شود قضاوت متفاوتی درباره عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون داشته باشیم. خیلی وقتها قضاوت ما بستگی دارد به اینکه پولدار باشیم یا فقیر، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا بیسواد، برده باشیم یا آزاد، سوار باشیم یا پیاده، شهرنشین باشیم یا روستانشین، کارفرما باشیم یا کارگر، باهوش باشیم یا کمهوش، مسلمان باشیم یا مسیحی، یا هندو یا بودایی یا بیدین. پیشنهاد رالز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم، این است که دست به یک آزمایش فکری بزنیم. در این آزمایش باید موقعیت، جنسیت، وضع مالی و شغل، هوش، استعدادهایی که داریم، دین، تحصیلات و این قبیل را فراموش کنیم. رالز به این وضعیت فرضی که در آن موقعیت و وضعیت فعلی خودمان را فراموش می‌کنیم، نام وضعیت نخستین می‌نهد. البته ما در این وضعیت نخستین اطلاعات فعلیمان از علوم مختلف از جمله علوم جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و غیره را داریم و کمابیش می‌توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون مورد نظر در هر وضعیتی غیر از وضعیت فعلی خودمان قرار داشته باشیم، حال و روزمان چگونه خواهد شد. مثلا فرض می‌کنم که هنوز به دنیا نیامدم و معلوم نیست وقتی به دنیا بیایم زن باشم یا مرد. شاید زن به دنیا بیایم و شاید مرد به دنیا بیایم. آیا ترجیح می‌دهم در کشوری به دنیا بیایم که قانونش حکم می‌کند ارثی که به مرد میرسد 1/5 ارثی باشد که به زن میرسد؟ یا ترجیح میدم در کشوری به دنیا بیایم که در آن زن و مرد ارث برابر میبرند؟ بقیه قوانین هر دو کشور یکسان است. به من میگویند معلوم نیست زن به دنیا بیایی یا مرد. شاید مرد به دنیا بیایی، شاید هم زن به دنیا بیایی. فقط زودتر انتخاب کن در کدام یک از این دو کشور میخواهی به دنیا بیایی. حال باید کشورم را انتخاب کنم. باید شرایطم را در هر یک از دو کشور سبک سنگین کنم. چه در کالبد یک زن و چه در کالبد یک مرد. کشوری که انتخاب خواهم کرد نشان میدهد کدام قانون را عادلانه میدانم. همین معیار را میتوان به سنت ها نیز تعمیم داد. مثلا در یک کشور مثل هند مردم خودشان را متعلق به طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند می‌دانند و افراد دیگر طبقات را به طبقه خود راه نمی‌دهند و اجازه پیشرفت به کسی که در کاست‌های پایین‌تر به دنیا آمده است نمی‌دهند. فرض می‌کنیم این سنت در یک کشور دیگر وجود ندارد. دو کشور از بقیه جهات مثل هم هستند. من نمیدانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاست متولد شوم. ترجیح میدهم در کدام کشور متولد شوم. آنکه سنت کاستی در آن رعایت می شود یا آنکه چنین سنتی ندارد.
انتخاب من نشان می‌دهد کدام سنت را عادلانه‌تر یا در اینجا بهتر است بگوییم اخلاقی‌تر می‌دانم. این روش جان رالز یک نکته کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان بودن همه نفوس می‌کند. گویی همه ما یک شأن و منزلت ذاتی برابر داریم و فقط در بدنهای مختلف و خانواده‌های مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه در زندگی‌هایی با سرنوشت‌های مختلف زاده می‌شویم و بسیاری از درد و رنج‌ها یا موهبت‌ها که نصیبمان می‌گردد از دست خودمان خارج است و محصول انتخاب خودمان نیست. پس لااقل می‌توانیم با اصلاح قوانین و سنت‌ها رنج یکدیگر را کم کنیم. قوانین و سنت‌هایی که حداقل رنج را به وجود آورند، عادلانه‌تر و اخلاقی‌ترند. در این روش ما خود را به جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی دیگری قرار می‌دهیم و حالا می‌خواهیم به خودمان رنج کمتری وارد می‌شد اگر و تنها اگر در هر یک از این موقعیت‌ها به دنیا می‌آمدیم. در نهایت انتخاب ما به آن دیگران که واقعاً در آن موقعیت‌ها به دنیا آمدند رنج کمتری خواهد رساند و یا از رنج آنها خواهد کاست. یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشته ایم. یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نپسندیده ایم. یعنی روش اخلاقی تر را انتخاب کرده ایم. حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر. من هنوز به دنیا نیامدم. 2 کشور با ساختار دولت ملت در پیش روی من هستند. کشور الف و کشور ب. در هر کشور 100 دین و مذهب و فرقه مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت این چنین است که هر خانواده‌ای اعتقادات و باورهای دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین می کند و فرزندانش را به مدارسی می‌فرستد که در آنجا نیز همان دین به عنوان امری مقدس به کودکان آموزش داده می‌شود و مواد درسی آن مدارس توسط دستگاه روحانیت آن دین تنظیم و نظارت می‌گردد و این رویه توسط قانون آن کشور حمایت می‌شود. در کشور ب سنت این چنین است که هر خانواده اعتقادات دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین نمی کند و مثلا خانواده ها به بچه هایشان که از علت مناسک دینی پدر و مادر میپرسند پاسخ میدهند ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهایی اعتقاد داریم ولی بسیاری از دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آنها اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند. در کشور ب قانون اجازه نمی‌دهد هیچ دینی به عنوان امر مقدس به کودکان آموزش داده شود و بچه‌ها را حد اکثر با تاریخ و مضامین ادیان مختلف آشنا می‌کنند. ادیان در این کشور آزادند اما تلقین آنها در کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. من در وضعیت نخستین هستم، یعنی معلوم نیست در کدام کشور با چه جنسیتی و در کدام خانواده از کدام دین و مذهب و فرقه به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور را برای به دنیا آمدن ترجیح میدهم، کشور الف یا کشور ب. من باید برای این تصمیم گیری از دانشی که در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و از این قبیل دارم استفاده کنم. ممکن است در موقعیت فعلیم یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندو یا یک روحانی شینتو باشم و دین و مذهب خود را به حق و بقیه مردم را گمراه بدانم. اما در وضعیت نخستین و آنجا که خود را به قول جان رالز
پشت پرده جهل قرار دادم و فرض کردم هنوز معلوم نیست در چه خانواده‌ای با چه دینی به دنیا بیایم، این را می‌دانم که ممکن است پس از زاده شدن به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و صاحب آن دین و عقیده‌ای که الان فکر می‌کنم به حق است نشوم. چگونه؟ اینجاست که باید از آنچه می‌دانم استفاده کنم و ببینم در هر یک از دو کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوبتر برسم و همین اکنون برآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم و سر از چه موقعیت‌هایی در می‌آورم. چقدرش دست خودم است و چقدرش دست خودم نیست. اگر در کشور الف به دنیا بیایم، احتمال اینکه در خانواده‌ای با همین دین و مذهب و فرقه خاصی که الان به آن تعلق دارم متولد شوم کم است. به احتمال زیاد یا در دین دیگری به دنیا خواهم آمد یا در دین خودم ولی در مذهبی دیگر و یا در دین و مذهب خودم اما در فرقه‌ای دیگر متولد خواهم شد که تفاوت‌هایی با دین و مذهب و فرقه فعلی خودم دارند و من اکنون باورهایشان و مرام و مسلک خودشان و روحانیونشان را گمراهی می‌دانم. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقه دیگر را دین غیر خودی بنامیم. پس به احتمال زیاد اگر در کشور الف به دنیا بیایم، در خانواده‌ای با دین غیر خودی متولد خواهم شد. خانواده من در کشور الف طبق سنت مرسوم در این کشور از خردسالی به من خبر می‌دهد که خدای آن دین غیر خودی جهان را خلق کرده و از همه چیز باخبر است و از آنچه در سر من می‌گذرد و از تمام افکار و نیات من نیز آگاه است. من هم مثل بقیه هوموساپینس ها که دارای نظریه ذهن هستند در سن کودکی آمادگی تمام دارم تا وجود این ذهن آگاه از محتوای ذهن خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام افکار من احاطه و دانایی دارد. بخش‌های کهن مغز من همواره حضور آن نگهبان ذهن یا همان خدای معرفی شده توسط خانواده‌ام را مد نظر دارند. اگر خانواده‌ام به من خبر داده باشد که خدای آن دین غیر خودی از کسانی که در وجود او و حقانیت دین او شک می‌کنند عصبانی می‌گردد و در زندگی این دنیا و دنیای بعدی آنها را عذاب خواهد کرد، بخش‌های کهن مغز من به قشر مغز من اجازه نخواهند داد که به وجود این نگهبان ذهن من و به حرف‌های او شک کنند. من از پدر و مادرم خبرهایی در مورد وقوع معجزه توسط افراد مقدس این دین غیر خودی میشنوم و چون باید مثل بقیه هوموساپینس ها زندگی را با اعتماد و پذیرش حرفهای بزرگترهایم آغاز کرده باشم، این خبرها را باور میکنم. از آنجا که مثل دیگر انسانها تحت تأثیر ژست ها و بازیگری های هم نوعانم قرار میگیرم، وقتی خضوع و خشوع پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده‌ام را هنگام نام بردن از آن افراد مقدس می‌بینم و از رفتارشان در می‌یابم که به طور کامل به حقیقت داشتن آن داستان‌های معجزه اعتقاد دارند، باور به حرف‌هایشان برایم عمیق‌تر می‌شود. به هر حال من در آن سن اهل تحقیق در ریشه‌های آن داستان‌ها نیستم و سرشت مغز من حکم می‌کند که فقط باور کنم. از اینجا به بعد آن افراد مقدس نیز تحت حمایت و تایید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته‌اند در می‌آیند و هر آنچه از زبان آن افراد مقدس به من بگویند بدون چون و چرا می‌پذیرم، چرا که بخش‌های کهن مغز من صلاح نمی‌دانند در حضور آن نگهبان ذهن حاضر و ناظر به قشر مغز من اجازه شک و تردید و نقد و ارزیابی افراد مقدس آن دین غیر خودی را بدهند. خانواده من مرا به مدرسه‌ای می‌سپارند که همان دین غیر خودی را به من تلقین می‌کند
و خبرهایی از همان دست را در مورد افراد مقدس آن دین غیر خودی میگویند و با همان ژست ها و بازیگری های حاکی از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام قلبی بر من تأثیر میگذارند. تقریبا تمام کسانی که میشناسم و به آنها اعتماد دارم در حرف و رفتارشان به من میفهمانند که به آنچه میگویند کاملا باور دارند و این برای من یعنی اجماع افراد قابل اعتماد و مشاهده چنین اجماع و اتفاق نظری این حس را در من ایجاد می کند که واقعیت نمیتواند چیزی جز آنچه آنها میگویند باشد. همه این شبکه‌ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم خودشان به یک دستگاه روحانیت خاص و یا به یکی دو روحانی از دستگاه روحانیت دین غیر خودی باور دارند. روحانیونی که گاه سخنرانی‌هایشان را هم می‌بینم. آن روحانیون با اطمینان تمام در تایید آن دین غیر خودی سخن می‌رانند و می‌بینم که شنوندگانشان هیچ سخنی در مخالفت با آنها نمی‌گویند و آن روحانیون را به تمامی باور دارند و آنها را به عنوان عالم و دانا پذیرفته‌اند. لباس آنها به من می‌گوید که ایشان به یک مجموعه علمی و متخصص تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور من تایید شده‌اند و اجازه فعالیت دارند. در ناخودآگاه هم نتیجه می‌گیرم که پس لابد حکومت نیز با سخنان آنها مخالفتی ندارد. همان حکومتی که مراقب من و خانواده ام است و مراقب است مبادا رستوران‌ها و فروشندگان مواد غذایی مواد خوراکی ناسالم به ما بفروشند. همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضاییش مراقب است مبادا کلاهبرداران و دزدان بخواهند اموال ما را از ما بگیرند. همان حکومتی که از مردم می‌خواهد به حرف‌های خرافی رمال‌ها، جادوگران، درمانگران متقلب و اینها گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند. همان حکومتی که مراقب است مبادا قاچاقچی‌های مواد مخدر بخواهند مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشند، به کودکان و نوجوانانی که ممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند، اما حکومت دلسوز آنهاست و می‌داند این کار آینده آنها را به خطر می‌اندازد. پس با دانش نسبت به عواقب مواد مخدر مانع از آزادی عمل قاچاقچیان و دسترسی آزاد مشتری‌های مواد مخدر به مواد مخدر می‌شود. همین حکومت دلسوز و مراقب و آینده نگر به دستگاه روحانیت این دین غیر خودی که در آن به دنیا آمده ام مجوز داده تا مرا که در سن کودکی هستم راهنمایی کند. برداشت من در کودکی این خواهد بود که لابد این روحانیون مورد تایید این حکومت دانا و دلسوز هم هستند، پس حرف خلاف واقع نمیزنند. ممکن است در سنین نوجوانی با روی خوش یک معلم مذهبی و یا یک روحانی جذب یک گروه از گروه‌های این دین غیر خودی هم بشوم و ترس از طرد شدن از آن گروه مرا هرچه بیشتر به تایید نظرات گروه سوق دهد. من کم کم در جاها و موقعیت‌هایی از عقایدم حرف میزنم و عقایدی که خانواده ام در چارچوب دین غیر خودی به من تلقین کرده‌اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح میکنم و از اینجا به بعد مثل اکثر هوموساپینس ها دچار پدیده روانی کوری انتخاب و سوگیری هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع دین غیر خودی می شوم و هر آنچه را که در تایید آنهاست می بینم و هر آنچه را که در رد آنهاست فیلتر می کنم و نادیده می گیرم. من به واسطه اثر برخورداری یا اثر مالکیت آن دین غیر خودی که در آن زاده شده ام را از بقیه ادیان غیر خودی کشور الف و از همه ادیان دنیا از جمله از دین خودی فعلیم برتر و بهتر و ارزشمندتر و منطقی تر خواهم دید. اگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیه ادیان درست باشد و دین تو ناحق باشد،
به واسطه خطای تخمین احتمال اینکه دچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنم و نیازی به تغییر در عقاید و روش زندگیم احساس نخواهم کرد. اگر در طول زندگی چنان که برای درصدی از مردم محتمل است مغزم دست به تصویرسازی هایی بزند و تجربیات خاصی مثل تجربیات عرفانی، تجربه نزدیک به مرگ، تجربه خروج از بدن و از این قبیل برایم خلق کند، آن را تأییدی بر درستی و حقانیت دین غیر خودی خواهم پنداشت و گمان خواهم کرد که نظر کرده خدای آن دین غیر خودی هستم و ایمانم به دین غیر خودی 100 چندان خواهد شد. اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین دین غیر خودی احساس بهبودی در خود کنم، احتمال دارد اثر دارونما را با معجزه اشتباه بگیرم و ایمانم باز هم افزایش یابد. در گرفتاری ها و زمان هایی که دچار استیصال می شوم، مغز من سعی خواهد کرد الگوهایی در پدیده های اطراف بیابد و به من نشان دهد رها شده نیستم. من این الگوها را به حساب شواهدی از احاطه و حکمت خدای دین غیر خودی خواهم گذاشت. من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت آن دین غیر خودی قرار خواهم داد تا هر چه بیشتر تضمین کنند در زندگی بعدی دچار سوء عاقبت نخواهم شد. من در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می کنند هر چه بیشتر از آنها دوری خواهم گزید و هر چه بیشتر در گروه همدینانم جذب خواهم شد و هر چه بیشتر تایید اعتقادم به آن دین غیر خودی را از همگروه‌هایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود. من شاید در کشور الف به راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم و تخصصم استفاده کنم، اما هرگاه دانشی که کسب کرده‌ام با اعتقادات آن دین غیر خودی در تضاد باشد، نمیتوانم باورهای آن دین غیر خودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف هم شوم، همچنان به اعتقادات آن دین غیر خودی که میرسم مشی فلسفی را کنار گذاشته و به دلیل تراشی برای باورهایم میپردازم. من هر استدلال منطقی و فلسفی دال بر وجود یک آفریدگار یا علت العلل را نیز دلیل عقلی بر وجود خدای دین غیر خودی محسوب خواهم کرد و خواهم گفت حقانیت دینم توسط عقل و فلسفه نیز تایید و حمایت می‌کرد. به عبارتی بسیار بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قائل شوم و همه شواهد و مدارک حسی و عقلی را به نفع دین غیر خودی مصادره خواهم کرد. اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم، به احتمال زیاد به همان دین غیر خودی مؤمن خواهم ماند. من که الان به درستی و حقانیت دین خودیم باور دارم، اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده با یک دین غیر خودی پرورش یابم، چقدر شانس دارم از آن دین غیر خودی بریده شوم و به این دین خودیم بپیوندم و رستگار شوم. یک هوموساپینس چقدر شانس دارد که از دینی که در آن پرورش یافته گسسته شود و به دین دیگری درآید. فیزیولوژی ایمان تا چه حد این راه را برایش باز می‌گذارد. ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد. خب من هم یک هوموساپینس هستم. در کشور الف عملاً چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا بالاخره روزی دین خودی فعلیم را پیدا کنم و آن را به دین غیر خودی ترجیح دهم. اگر در کشور ب به دنیا بیایم و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد، چقدر شانس دارم در برخورد با دین خودی فعلیم به آن بگروم. من اعتقاد دارم دین خودی فعلیم به طور واضح و آشکار حق است و هر کس که بدون تعصب و جانبداری با حقایق آن آشنا شود به راحتی آن را میپذیرد.
با این حساب اگر من در کشور ب به دنیا بیایم، ممکن است هرگاه با دین خودی فعلیم مواجه شوم آن را به راحتی پذیرا گردم، چون هنوز ذهنم آزادی انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا ب؟ یا بهتر است بگوییم با این معیار کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانه می‌یابم؟ سنت و قانون کشور الف یا سنت و قانون کشور ب؟ عنوان: کلام آخر. گمان می‌کنم شایسته است به مقوله فیزیولوژی ایمان افزونتر از آنچه در این کتاب شرح دادم پرداخته شود، چرا که گفتنی در این باب بسیار بیش از چیزی است که عرضه داشتم. آرزویم این بود می‌توانستم این کتاب را به چاپ برسانم تا همین اندک در دسترس علاقه‌مندان بیشتری قرار گیرد. اما خواننده گرامی درک می‌کند نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب‌هایی که با نام نون فخر نوشته‌ام امکان این کار برایم فراهم نیست. اگر کسی این کتاب و یا کتاب‌های دیگر مرا در خور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد، نیازی به اجازه من ندارد و ضمن سپاس و قدردانی بسیار از او بر همت بلند و اراده والایش درود می‌فرستم. نون فخر. دوستان، کتاب فیزیولوژی ایمان همینجا به پایان میرسه. نویسنده در ادامه دیگر کتاب‌های خودشو معرفی کرده. اولیش کتاب برهان علیت، برهانی در رد وجود خدای ادیان توحیدی و روز جزاست. همینطور که از نام چالشی کتاب مشخصه، با اثری مواجه هستیم که میخواد نشون بده برهان علیت که تا حالا تصور میشد برهانی در جهت اثبات خدای ادیان هست، در واقع برهانی برای رد وجود خدای ادیانه و روز جزا رو هم رد میکنه. من این کتاب رو خوندم و هم از این که در قالب یک داستان پرکشش نوشته شده و هم از این جهت که مفاهیم فلسفی رو بسیار ساده و همه فهم کرده و هم بابت طرح مقوله جبر و اختیار که مبحثی جذاب و پرطرف داره، اونو خیلی پسندیدم و تسلط نویسنده بر مسائل فلسفی برام جالب بود. اونقدر تسلط از خودش در این کتاب نشون داده که حتی در بعضی جاها که به نظرش میرسیده برهانهای قدیمی برای تکمیل برهان علیت ناکارآمد و یا غیر قابل فهمه، خودش برهانهایی رو از زبان قهرمانای داستان طرح میکنه که هم جدید و هم به زبان امروزی اونطور که خودش میگه و به این ترتیب موجب تحکیم برهان علیت میشه و نهایتاً سعی میکنه نشون بده چطور این برهان با فرض درستی میتونه قوی ترین برهان بر ضد ادیان توحیدی و روز جزا باشه. تصمیم دارم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب دیگه نون فخر کتاب سفر به دل ادیانه که اونو برای کودکان و نوجوانان نوشته. البته کتاب برای تمام سنین سرشار از مطالب خوندنی و شنیدنیه، اما چنان ساده نوشته شده که به درد نوجوانها هم میخوره. این کتابم در قالب یک داستان بسیار جذابه درباره یک پسر 12 ساله ایرانی که همراه پدرش به کشورهای مختلف سفر میکنه و با آدمایی با دینهای مختلف آشنا میشه و حین آشنا شدن با باورهای دینی اونا یک سره با اونا بحث میکنه و این مباحثات خیلی جذابه. این کتاب در مورد آشنایی با ادیانی غیر از اسلامه. امید دارم بتونم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب بعدی نویسنده اسمش هست مغلطه‌های روحانیون که هنوز نخوندمش. خب گرامیان، با آرزوی سلامتی برای شما تا درودی دیگر در آغاز کتابی دیگر بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی 12 و آخر کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نون فخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 159. عنوان: نسبت نظریه عدالت جان رالز و تلقین ایمان به کودکان در مدارس.
آوایه‌بور.com. حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم، سؤالی ذهن ما را درگیر خود می کند. آیا آموزش دین، یا بهتر است بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس، یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازه این کار به آموزش و پرورش عادلانه است؟ یا ممنوع کردن آن عادلانه است؟ اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟ اگر فقط یکی از این دو کار عادلانه باشد و همه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشد، چاره ای نداریم جز این که پاسخ را پیدا کنیم، چون در برابر نتایج و عواقب انتخابمان مسئولیم. می‌دانم که جوابهای موافق و مخالف زیادی به این سوال داده می شود و هر کسی یک طرف ماجرا را می‌گیرد و با استدلال‌های خود سعی می‌کند نشان دهد این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است. اجازه دهید برای یافتن پاسخ به این سوال از یک معیار استفاده کنیم. معیاری برای محک زدن عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک عمل یا یک قانون. این معیار را جان رالز در سال 1971 در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت پیشنهاد داد. این نظریه را به شیوه ساده‌ای طرح می‌کنم که فقط کمی در بیان با شیوه جان رالز فرق دارد، ولی اصول او کاملا در آن رعایت شده است. وقتی می‌خواهیم در باب عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون نظر دهیم، گرفتار سوگیری‌های پیدا و پنهان هستیم که محصول منفعت طلبی‌ها و تعصب‌های ماست. مثلا وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قانون ارث حرف بزنیم، نمی‌توانیم به راحتی زن یا مرد بودن خود را کنار بگذاریم. وقتی می‌خواهیم درباره عادلانه بودن قوانین مالیاتی صنف کتاب فروش‌ها صحبت کنیم، کتاب فروش بودن یا نبودن ما در نظری که می‌دهیم و قانونی که عادلانه می‌دانیم تأثیر دارد. نظر افرادی که در خانواده‌های مرفه به دنیا می‌آیند درباره حمایت‌های تحصیلی و درمانی از کسانی که در بدترین شرایط اقتصادی متولد می‌شوند، با نظر آنهایی که در همان بدترین شرایط متولد شده‌اند و شانسی برای تحصیلات و بهره‌مندی از درمان مناسب ندارند، یکی نیست و قانون مورد حمایت هر کدام فرق می‌کند. ظاهراً خیلی وقتها اینکه در چه موقعیتی به دنیا آمده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم موجب می‌شود قضاوت متفاوتی درباره عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون داشته باشیم. خیلی وقتها قضاوت ما بستگی دارد به اینکه پولدار باشیم یا فقیر، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا بیسواد، برده باشیم یا آزاد، سوار باشیم یا پیاده، شهرنشین باشیم یا روستانشین، کارفرما باشیم یا کارگر، باهوش باشیم یا کمهوش، مسلمان باشیم یا مسیحی، یا هندو یا بودایی یا بیدین. پیشنهاد رالز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم، این است که دست به یک آزمایش فکری بزنیم. در این آزمایش باید موقعیت، جنسیت، وضع مالی و شغل، هوش، استعدادهایی که داریم، دین، تحصیلات و این قبیل را فراموش کنیم. رالز به این وضعیت فرضی که در آن موقعیت و وضعیت فعلی خودمان را فراموش می‌کنیم، نام وضعیت نخستین می‌نهد. البته ما در این وضعیت نخستین اطلاعات فعلیمان از علوم مختلف از جمله علوم جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و غیره را داریم و کمابیش می‌توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون مورد نظر در هر وضعیتی غیر از وضعیت فعلی خودمان قرار داشته باشیم، حال و روزمان چگونه خواهد شد. مثلا فرض می‌کنم که هنوز به دنیا نیامدم و معلوم نیست وقتی به دنیا بیایم زن باشم یا مرد،
شاید زن به دنیا بیایم و شاید مرد به دنیا بیایم. آیا ترجیح می‌دهم در کشوری به دنیا بیایم که قانونش حکم می‌کند ارثی که به مرد میرسد 1/5 ارثی باشد که به زن میرسد؟ یا ترجیح میدم در کشوری به دنیا بیایم که در آن زن و مرد ارث برابر میبرند؟ بقیه قوانین هر دو کشور یکسان است. به من میگویند معلوم نیست زن به دنیا بیایی یا مرد. شاید مرد به دنیا بیایی، شاید هم زن به دنیا بیایی. فقط زودتر انتخاب کن در کدام یک از این دو کشور میخواهی به دنیا بیایی. حال باید کشورم را انتخاب کنم. باید شرایطم را در هر یک از دو کشور سبک سنگین کنم. چه در کالبد یک زن و چه در کالبد یک مرد. کشوری که انتخاب خواهم کرد نشان می‌دهد کدام قانون را عادلانه می‌دانم. همین معیار را می‌توان به سنت‌ها نیز تعمیم داد. مثلا در یک کشور مثل هند مردم خودشان را متعلق به طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند می‌دانند و افراد دیگر طبقات را به طبقه خود راه نمی‌دهند و اجازه پیشرفت به کسی که در کاست‌های پایین‌تر به دنیا آمده است نمی‌دهند. فرض می‌کنیم این سنت در یک کشور دیگر وجود ندارد. دو کشور از بقیه جهات مثل هم هستند. من نمی‌دانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاست متولد شوم. ترجیح می‌دهم در کدام کشور متولد شوم. آنکه سنت کاستی در آن رعایت می‌شود یا آنکه چنین سنتی ندارد. انتخاب من نشان می‌دهد کدام سنت را عادلانه تر یا در اینجا بهتر است بگوییم اخلاقی تر می‌دانم. این روش جان رالز یک نکته کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان بودن همه نفوس می‌کند. گویی همه ما یک شأن و منزلت ذاتی برابر داریم و فقط در بدنهای مختلف و خانواده‌های مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه در زندگی‌هایی با سرنوشت‌های مختلف زاده می‌شویم و بسیاری از درد و رنج‌ها یا موهبت‌ها که نصیبمان می‌گردد از دست خودمان خارج است و محصول انتخاب خودمان نیست. پس لااقل می‌توانیم با اصلاح قوانین و سنت‌ها رنج یکدیگر را کم کنیم. قوانین و سنت‌هایی که حداقل رنج را به وجود آورند عادلانه‌تر و اخلاقی‌ترند. در این روش ما خود را به جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی دیگری قرار می‌دهیم و حالا می‌خواهیم به خودمان رنج کمتری وارد می‌شد اگر و تنها اگر در هر یک از این موقعیت‌ها به دنیا می‌آمدیم. در نهایت انتخاب ما به آن دیگران که واقعاً در آن موقعیت‌ها به دنیا آمدند رنج کمتری خواهد رساند و یا از رنج آنها خواهد کاست. یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشته ایم. یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نپسندیده ایم. یعنی روش اخلاقی تر را انتخاب کرده ایم. حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر. من هنوز به دنیا نیامدم. دو کشور با ساختار دولت ملت در پیش روی من هستند. کشور الف و کشور ب. در هر کشور 100 دین و مذهب و فرقه مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت این چنین است که هر خانواده‌ای اعتقادات و باورهای دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین می کند و فرزندانش را به مدارسی می‌فرستد که در آنجا نیز همان دین به عنوان امری مقدس به کودکان آموزش داده می‌شود و مواد درسی آن مدارس توسط دستگاه روحانیت آن دین تنظیم و نظارت می‌گردد و این رویه توسط قانون آن کشور حمایت می‌شود. در کشور ب سنت این چنین است که هر خانواده اعتقادات دینیش را
به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین نمی کند و مثلا خانواده ها به بچه هایشان که از علت مناسک دینی پدر و مادر میپرسند پاسخ میدهند ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهایی اعتقاد داریم، ولی بسیاری از دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آنها اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند. در کشور ب قانون اجازه نمیدهد هیچ دینی به عنوان امر مقدس به کودکان آموزش داده شود و بچه ها را حد اکثر با تاریخ و مضامین ادیان مختلف آشنا می کنند. ادیان در این کشور آزادند، اما تلقین آنها در کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. من در وضعیت نخستین هستم، یعنی معلوم نیست در کدام کشور، با چه جنسیتی و در کدام خانواده از کدام دین و مذهب و فرقه به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور را برای به دنیا آمدن ترجیح میدهم، کشور الف یا کشور ب. من باید برای این تصمیم گیری از دانشی که در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و از این قبیل دارم استفاده کنم. ممکن است در موقعیت فعلیم یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندو یا یک روحانی شینتو باشم و دین و مذهب خود را به حق و بقیه مردم را گمراه بدانم. اما در وضعیت نخستین و آنجا که خود را به قول جان رالز پشت پرده جهل قرار دادم و فرض کردم هنوز معلوم نیست در چه خانواده‌ای با چه دینی به دنیا بیایم، این را می‌دانم که ممکن است پس از زاده شدن به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و صاحب آن دین و عقیده‌ای که الان فکر می‌کنم به حق است نشوم. چگونه؟ اینجاست که باید از آنچه می‌دانم استفاده کنم و ببینم در هر یک از دو کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوبتر برسم و همین اکنون برآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم و سر از چه موقعیت‌هایی در می‌آورم. چقدرش دست خودم است و چقدرش دست خودم نیست. اگر در کشور الف به دنیا بیایم، احتمال اینکه در خانواده‌ای با همین دین و مذهب و فرقه خاصی که الان به آن تعلق دارم متولد شوم کم است. به احتمال زیاد یا در دین دیگری به دنیا خواهم آمد، یا در دین خودم ولی در مذهبی دیگر، و یا در دین و مذهب خودم اما در فرقه‌ای دیگر متولد خواهم شد که تفاوت‌هایی با دین و مذهب و فرقه فعلی خودم دارند و من اکنون باورهایشان و مرام و مسلک خودشان و روحانیونشان را گمراهی می‌دانم. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقه دیگر را دین غیر خودی بنامیم. پس به احتمال زیاد اگر در کشور الف به دنیا بیایم، در خانواده‌ای با دین غیر خودی متولد خواهم شد. خانواده من در کشور الف طبق سنت مرسوم در این کشور از خردسالی به من خبر می‌دهد که خدای آن دین غیر خودی جهان را خلق کرده و از همه چیز باخبر است و از آنچه در سر من می‌گذرد و از تمام افکار و نیات من نیز آگاه است. من هم مثل بقیه هوموساپینس ها که دارای نظریه ذهن هستند در سن کودکی آمادگی تمام دارم تا وجود این ذهن آگاه از محتوای ذهن خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام افکار من احاطه و دانایی دارد. بخش‌های کهن مغز من همواره حضور آن نگهبان ذهن یا همان خدای معرفی شده توسط خانواده‌ام را مد نظر دارند. اگر خانواده‌ام به من خبر داده باشد که خدای آن دین غیر خودی از کسانی که در وجود او و حقانیت دین او شک می‌کنند عصبانی می‌گردد و در زندگی این دنیا و دنیای بعدی آنها را عذاب خواهد کرد، بخش‌های کهن مغز من به قشر مغز من اجازه نخواهند داد که به وجود این نگهبان ذهن من
و به حرفهای او شک کنند. من از پدر و مادرم خبرهایی در مورد وقوع معجزه توسط افراد مقدس این دین غیر خودی میشنوم و چون باید مثل بقیه هوموساپینس ها زندگی را با اعتماد و پذیرش حرفهای بزرگترهایم آغاز کرده باشم، این خبرها را باور می کنم. از آنجا که مثل دیگر انسانها تحت تأثیر ژست ها و بازیگری های هم نوعانم قرار می گیرم، وقتی خضوع و خشوع پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده ام را هنگام نام بردن از آن افراد مقدس می بینم و از رفتارشان در میابم که به طور کامل به حقیقت داشتن آن داستانهای معجزه اعتقاد دارند، باور به حرفهایشان برایم عمیق‌تر می شود. به هر حال من در آن سن اهل تحقیق در ریشه های آن داستانها نیستم و سرشت مغز من حکم می کند که فقط باور کنم. از اینجا به بعد آن افراد مقدس نیز تحت حمایت و تایید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته‌اند در می آیند و هر آنچه از زبان آن افراد مقدس به من بگویند بدون چون و چرا می پذیرم. چرا که بخش‌های کهن مغز من صلاح نمی‌دانند در حضور آن نگهبان ذهن حاضر و ناظر به قشر مغز من اجازه شک و تردید و نقد و ارزیابی افراد مقدس آن دین غیر خودی را بدهند. خانواده من مرا به مدرسه‌ای می‌سپارند که همان دین غیر خودی را به من تلقین می‌کند و خبرهایی از همان دست را در مورد افراد مقدس آن دین غیر خودی میگویند و با همان ژست ها و بازیگری های حاکی از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام قلبی بر من تأثیر میگذارند. تقریبا تمام کسانی که میشناسم و به آنها اعتماد دارم در حرف و رفتارشان به من میفهمانند که به آنچه میگویند کاملا باور دارند و این برای من یعنی اجماع افراد قابل اعتماد و مشاهده چنین اجماع و اتفاق نظری این حس را در من ایجاد می کند که واقعیت نمیتواند چیزی جز آنچه آنها میگویند باشد. همه این شبکه‌ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم خودشان به یک دستگاه روحانیت خاص و یا به یکی دو روحانی از دستگاه روحانیت دین غیر خودی باور دارند. روحانیونی که گاه سخنرانی‌هایشان را هم می‌بینم. آن روحانیون با اطمینان تمام در تایید آن دین غیر خودی سخن می‌رانند و می‌بینم که شنوندگانشان هیچ سخنی در مخالفت با آنها نمی‌گویند و آن روحانیون را به تمامی باور دارند و آنها را به عنوان عالم و دانا پذیرفتند. لباس آنها به من میگوید که ایشان به یک مجموعه علمی و متخصص تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور من تایید شده اند و اجازه فعالیت دارند. در ناخودآگاه هم نتیجه میگیرم که پس لابد حکومت نیز با سخنان آنها مخالفتی ندارد. همان حکومتی که مراقب من و خانواده ام است و مراقب است مبادا رستوران‌ها و فروشندگان مواد غذایی مواد خوراکی ناسالم به ما بفروشند. همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضاییش مراقب است مبادا کلاه برداران و دزدان بخواهند اموال ما را از ما بگیرند. همان حکومتی که از مردم می‌خواهد به حرف‌های خرافی رمال‌ها، جادوگران، درمانگران متقلب و اینها گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند. همان حکومتی که مراقب است مبادا قاچاقچی‌های مواد مخدر بخواهند مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشند، به کودکان و نوجوانانی که ممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند، اما حکومت دلسوز آنهاست و می‌داند این کار آینده آنها را به خطر می‌اندازد. پس با دانش نسبت به عواقب مواد مخدر مانع از آزادی عمل قاچاقچیان و دسترسی آزاد مشتری‌های مواد مخدر به مواد مخدر می‌شود. همین حکومت دلسوز و مراقب و آینده نگر
به دستگاه روحانیت این دین غیر خودی که در آن به دنیا آمده ام مجوز داده تا مرا که در سن کودکی هستم راهنمایی کند. برداشت من در کودکی این خواهد بود که لابد این روحانیون مورد تایید این حکومت دانا و دلسوز هم هستند، پس حرف خلاف واقع نمیزنند. ممکن است در سنین نوجوانی با روی خوش یک معلم مذهبی و یا یک روحانی جذب یک گروه از گروه‌های این دین غیر خودی هم بشوم و ترس از طرد شدن از آن گروه مرا هرچه بیشتر به تایید نظرات گروه سوق دهد. من کم کم در جاها و موقعیت‌هایی از عقایدم حرف میزنم و عقایدی که خانواده‌ام در چارچوب دین غیر خودی به من تلقین کرده‌اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح می‌کنم و از اینجا به بعد مثل اکثر هوموساپینس ها دچار پدیده روانی کوری انتخاب و سوگیری هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع دین غیر خودی می‌شوم و هر آنچه را که در تایید آنهاست می‌بینم و هر آنچه را که در رد آنهاست فیلتر می‌کنم و نادیده می‌گیرم. من به واسطه اثر برخورداری یا اثر مالکیت آن دین غیر خودی که در آن زاده شده ام را از بقیه ادیان غیر خودی کشور الف و از همه ادیان دنیا از جمله از دین خودی فعلیم برتر و بهتر و ارزشمندتر و منطقی تر خواهم دید. اگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیه ادیان درست باشد و دین تو ناحق باشد، به واسطه خطای تخمین احتمال اینکه دچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می‌کنم و نیازی به تغییر در عقاید و روش زندگیم احساس نخواهم کرد. اگر در طول زندگی چنان که برای درصدی از مردم محتمل است مغزم دست به تصویرسازی هایی بزند و تجربیات خاصی مثل تجربیات عرفانی، تجربه نزدیک به مرگ، تجربه خروج از بدن و از این قبیل برایم خلق کند، آن را تأییدی بر درستی و حقانیت دین غیر خودی خواهم پنداشت و گمان خواهم کرد که نظر کرده خدای آن دین غیر خودی هستم و ایمانم به دین غیر خودی 100 چندان خواهد شد. اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین دین غیر خودی احساس بهبودی در خود کنم، احتمال دارد اثر دارونما را با معجزه اشتباه بگیرم و ایمانم باز هم افزایش یابد. در گرفتاری ها و زمان هایی که دچار استیصال می شوم، مغز من سعی خواهد کرد الگوهایی در پدیده های اطراف بیابد و به من نشان دهد رها شده نیستم. من این الگوها را به حساب شواهدی از احاطه و حکمت خدای دین غیر خودی خواهم گذاشت. من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت آن دین غیر خودی قرار خواهم داد تا هر چه بیشتر تضمین کنند در زندگی بعدی دچار سوء عاقبت نخواهم شد. من در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می کنند هر چه بیشتر از آنها دوری خواهم گزید و هر چه بیشتر در گروه همدینانم جذب خواهم شد و هر چه بیشتر تایید اعتقادم به آن دین غیر خودی را از همگروه‌هایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود. من شاید در کشور الف به راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم و تخصصم استفاده کنم، اما هرگاه دانشی که کسب کرده ام با اعتقادات آن دین غیر خودی در تضاد باشد، نمیتوانم باورهای آن دین غیر خودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف هم شوم، همچنان به اعتقادات آن دین غیر خودی که میرسم مشی فلسفی را کنار گذاشته و به دلیل تراشی برای باورهایم میپردازم. من هر استدلال منطقی و فلسفی دال بر وجود یک آفریدگار یا علت العلل را نیز دلیل عقلی بر وجود خدای دین غیر خودی محسوب خواهم کرد و خواهم گفت حقانیت دینم توسط عقل و فلسفه نیز تایید و حمایت می‌کرد. به عبارتی
بسیار بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قائل شوم و همه شواهد و مدارک حسی و عقلی را به نفع دین غیر خودی مصادره خواهم کرد. اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم، به احتمال زیاد به همان دین غیر خودی مؤمن خواهم ماند. من که الان به درستی و حقانیت دین خودیم باور دارم، اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده با یک دین غیر خودی پرورش یابم، چقدر شانس دارم از آن دین غیر خودی بریده شوم و به این دین خودیم بپیوندم و رستگار شوم. یک هوموساپینس چقدر شانس دارد که از دینی که در آن پرورش یافته گسسته شود و به دین دیگری درآید. فیزیولوژی ایمان تا چه حد این راه را برایش باز می‌گذارد؟ ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد؟ خب من هم یک هوموساپینس هستم. در کشور الف عملاً چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا بالاخره روزی دین خودی فعلیم را پیدا کنم و آن را به دین غیر خودی ترجیح دهم. اگر در کشور ب به دنیا بیایم و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد، چقدر شانس دارم در برخورد با دین خودی فعلیم به آن بگروم. من اعتقاد دارم دین خودی فعلیم به طور واضح و آشکار حق است و هر کس که بدون تعصب و جانبداری با حقایق آن آشنا شود به راحتی آن را میپذیرد. با این حساب اگر من در کشور ب به دنیا بیایم، ممکن است هرگاه با دین خودی فعلیم مواجه شوم آن را به راحتی پذیرا گردم، چون هنوز ذهنم آزادی انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا ب؟ یا بهتر است بگوییم با این معیار کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانه می‌یابم؟ سنت و قانون کشور الف یا سنت و قانون کشور ب؟ عنوان: کلام آخر. گمان می‌کنم شایسته است به مقوله فیزیولوژی ایمان افزونتر از آنچه در این کتاب شرح دادم پرداخته شود، چرا که گفتنی در این باب بسیار بیش از چیزی است که عرضه داشتم. آرزویم این بود می‌توانستم این کتاب را به چاپ برسانم تا همین اندک در دسترس علاقه‌مندان بیشتری قرار گیرد. اما خواننده گرامی درک می‌کند نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب‌هایی که با نام نون فخر نوشته‌ام امکان این کار برایم فراهم نیست. اگر کسی این کتاب و یا کتاب‌های دیگر مرا در خور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد، نیازی به اجازه من ندارد و ضمن سپاس و قدردانی بسیار از او بر همت بلند و اراده والایش درود می‌فرستم. نون فخر. دوستان، کتاب فیزیولوژی ایمان همینجا به پایان میرسه. نویسنده در ادامه دیگر کتاب‌های خودشو معرفی کرده. اولیش کتاب برهان علیت، برهانی در رد وجود خدای ادیان توحیدی و روز جزاست. همینطور که از نام چالشی کتاب مشخصه، با اثری مواجه هستیم که میخواد نشون بده برهان علیت که تا حالا تصور میشد برهانی در جهت اثبات خدای ادیان هست، در واقع برهانی برای رد وجود خدای ادیانه و روز جزا رو هم رد میکنه. من این کتاب رو خوندم و هم از این که در قالب یک داستان پرکشش نوشته شده و هم از این جهت که مفاهیم فلسفی رو بسیار ساده و همه فهم کرده و هم بابت طرح مقوله جبر و اختیار که مبحثی جذاب و پرطرف داره، اونو خیلی پسندیدم و تسلط نویسنده بر مسائل فلسفی برام جالب بود. اونقدر تسلط از خودش در این کتاب نشون داده که حتی در بعضی جاها که به نظرش میرسیده برهانهای قدیمی برای تکمیل برهان علیت ناکارآمد و یا غیر قابل فهمه، خودش برهانهایی رو از زبان قهرمانای داستان طرح میکنه که هم جدید و هم به زبان امروزی اونطور که خودش میگه و به این ترتیب موجب تحکیم برهان علیت میشه
و نهایتا سعی میکنه نشون بده چطور این برهان با فرض درستی میتونه قوی ترین برهان بر ضد ادیان توحیدی و روزه جزا باشه. تصمیم دارم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب دیگه نونفخر کتاب سفر به دل ادیانه که اونو برای کودکان و نوجوانان نوشته. البته کتاب برای تمام سنین سرشار از مطالب خوندنی و شنیدنیه، اما چنان ساده نوشته شده که به درد نوجوانها هم میخوره. این کتابم در قالب یک داستان بسیار جذابه درباره یک پسر 12 ساله ایرانی که همراه پدرش به کشورهای مختلف سفر میکنه و با آدمایی با دینهای مختلف آشنا میشه و حین آشنا شدن با باورهای دینی اونا یک سره با اونا بحث میکنه و این مباحثات خیلی جذابه. این کتاب در مورد آشنایی با ادیانی غیر از اسلامه. امید دارم بتونم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم. کتاب بعدی نویسنده اسمش هست مغلطه‌های روحانیون که هنوز نخوندمش. خب گرامیان، با آرزوی سلامتی برای شما تا درودی دیگر در آغاز کتابی دیگر، بدرود.